نظامی جور استبداد تا کی، فساد و وحشت و بداد تا کی، زی دستی جائرانی به مروت، فی قانون له فریاد تا کی. نظامی جور استبداد تا کی، فساد و وحشت و بداد تا کی، زی دستی جائرانی به مروت، فی قانون له فریاد تا کی، زی دستی جائرانی به مروت، فی قانون له فریاد تا کی. و شهر خانه ما بم ببارد، حصاری کفر و ظلم آباد تا کی. وطن داری ضعیف و ناتوانم، و زیر خنجری جلاد تا کی. نظامی جور استبداد تا کی، فساد و وحشت و بداد تا کی، زی دستی جائرانی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی را بی اندازه سپاسگزار هستم که بعد از تقریبا 2 هفته توقف بار دیگر لطف و کرم فرمود و ما با برنامه‌های زنده شبکه جهانی وصال حق در خدمت شما بزرگواران هستیم. امروز یک شنبه بود و این روز رو ما انتخاب کردیم برای ویژه برنامه‌ای که داریم برای تاجیکستان دردها و آرزوها. الحمدلله بعد از پخش این پارازیت و بستن فرکانس شبکه جهانی وصال حق، مسئولین شبکه تصمیم گرفتن که به قوت برنامه تاجیکستان رو انشاءالله ادامه بدن و هر یک شنبه شب انشاءالله این برنامه به طور زنده از شبکه جهانی وصال حق برای بررسی مشکلات و سختی ها و ظلم و ستم هایی که ملت شریف تاجیکستان با اون مواجه هستند انشاءالله برگزار خواهد شد. ما سعی میکنیم در این برنامه در مورد مسائل مهمی که در طی 1-2 هفته گذشته در تاجیکستان رخ داد مطالب رو انشاءالله خدمت شما بزرگواران نشون بدیم و اخباری که در این مورد هست انشاءالله بیان میکنیم. قبل از اون میان برنامه میبینیم انشاءالله سرود زیبایی هست تقدیم به ملت شریف تاجیکستان. بعد از اون انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و در مورد بستن مساجد و ظلم و ستم هایی که بر علیه ملت شریف تاجیکستان میشه انشاءالله صحبت خواهیم کرد. و همچنین شما عزیزان که این برنامه خاص و ویژه ملت شریف تاجیکستان هست میتونید بعد از اینکه شماره تلفن برنامه اعلان شد تماس بگیرید و در برنامه مشارکت بکنید و از دردها و آرزوهایی که دارید در تاجیکستان صحبت بکنید. و این برنامه و این شبکه همانطوری که منبری بوده برای مظلومان و ستم دیدگان ایران، افغانستان و دیگر فارسی زبانانی که در سراسر دنیا زندگی می‌کنند، منبری است برای رساندن آواز مظلومیت ملت شریف و نجیب و متدین تاجیکستان. با ما همراه باشید. نظامی جور استبداد تا کی، فساد و وحشت و بداد تا کی، زی دستی جائرانی. نظامی جور استبداد تا کی، فساد و وحشت و بداد تا کی، زی دستی جائرانی به مروت، فی قانون له فریاد تا کی. نظامی جور استبداد تا کی، فساد و وحشت و بداد تا کی، زی دستی جائرانی به مروت، فی قانون له فریاد تا کی، زی دستی جائرانی به مروت، فی قانون له فریاد تا کی. و شهر خانه ما بم ببارد، حصاری کفر و ظلم آباد تا کی. وطن داری ضعیف و ناتوانم، و زیر خنجری جلاد تا کی. و شهر خانه ما بم ببارد، حصاری کفر و ظلم آباد تا کی. وطن داری ضعیف و ناتوانم، و زیر خنجری جلاد تا کی.
نظامی جور استبداد تا کی، فساد و وحشت و بیداد تا کی، زیر دستی جا ایرانی به مروت، فی قانون آلو فریاد تا کی، زیر دستی جا ایرانی به مروت، فی قانون آلو فریاد تا کی. به هر جا نغمه شادی بلند است، دلی ما خسته و ناشاد تا کی، مسلمان با مسلمان در مصافن، اخوت با صفی الحاد تا کی. به هر جا نغمه شادی بلند است، دلی ما خسته و ناشاد تا کی، مسلمان با مسلمان در مصافن، اخوت با صفی الحاد تا کی. نظامی جور استبداد تا کی، فساد و وحشت و بیداد تا کی، زیر دستی جا ایرانی به مروت، فی قانون آلو فریاد تا کی، زیر دستی جا ایرانی به مروت، فی قانون آلو فریاد تا کی. در این حالت گروهی کفر و الحاد، خشوع خندان و مست و شاد تا کی، عزیزم وضع ما تا کی چنین است، فضای میهناتش زاد تا کی. در این حالت گروهی کفر و الحاد، خشوع خندان و مست و شاد تا کی، عزیزم وضع ما تا کی چنین است، فضای میهناتش زاد تا کی. نظامی جور استبداد تا کی، فساد و وحشت و بیداد تا کی، زیر دستی جا ایرانی به مروت، فی قانون آلو فریاد تا کی، زیر دستی جا ایرانی به مروت، فی قانون آلو فریاد تا کی. خدا را بهر تعمیر وطن خیز، وطن ویران و برباد تا کی، چرا دشمن شناسی نیست در ما، فریبی کردشی سیاد تا کی. خدا را بهر تعمیر وطن خیز، وطن ویران و برباد تا کی، چرا دشمن شناسی نیست در ما، فریبی کردشی سیاد تا کی. نظامی جور استبداد تا کی، فساد و وحشت و بیداد تا کی، زیر دستی جا ایرانی به مروت، فی قانون آلو فریاد تا کی، زیر دستی جا ایرانی به مروت، فی قانون آلو فریاد تا کی. نظامی جور استبداد تا کی، فساد و وحشت و بیداد تا کی، زیر دستی جا ایرانی به مروت، فی قانون آلو فریاد تا کی، زیر دستی جا ایرانی به مروت، فی قانون آلو فریاد تا کی. نظامی جور استبداد تا کی، فساد و وحشت و بیداد تا کی، زیر دستی جا ایرانی. نظامی جور استبداد تا کی، فساد و وحشت و بیداد تا کی، زیر دستی جا ایرانی به مروت، فی قانون آلو فریاد تا کی. نظامی جور استبداد تا کی، فساد و وحشت و بیداد تا کی، زیر دستی جا ایرانی به مروت، فی قانون آلو فریاد تا کی، زیر دستی جا ایرانی به مروت، فی قانون آلو فریاد تا کی. به شهر و خانه ما بم ببارد، حصاری کفر و ظلم آباد تا کی، وطن داری ضعیف و ناتوان. بله بینندگان عزیز و گرامی، سلامی دوباره خدمت تک تک شما عزیزان. با برنامه تاجیکستان دردها و آرزوها در خدمت شما هستیم و به من یکی از دوستان تاجیک میگفت که تک تک نگید. تک تک در تاجیکستان یعنی شلیک کردن، به اصطلاح فیر کردن به طرف کسی، تک تک. اما
تک تک در فارسی ما تنها، یعنی هر کدام شما به تنهایی. خدمت هر کدام شما عزیزان تاجیک عرض سلام و ادب دارم دوباره و میپردازیم به موضوعاتی که در طی این 2-3 هفته گذشته در سرزمین تاجیکستان رخ داد. احمد جان اگر که تصویر لپتاپ من رو داشته باشید، یک آیه‌ای در قرآن کریم که من در چندین برنامه گذاشتم به مناسبت تخریب مساجد خدمت شما بزرگواران نشون دادم و قرائت کردم. این آیه است که در سوره بقره است، آیه 114. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارک یک صنف از انسانها رو معرفی میکنه. ما مسلمان داریم، مؤمن داریم، کافر داریم، مشرک داریم، منافق داریم. انسانها از نگاه اعتقادی و عملکردشون به دسته‌های مختلف قرآن کریم اینا رو تقسیم میکنه. همه اینا ظالم هستند. بزرگترین ظلم شرک است. اما ظالمترین انسانها، ستمگارترین انسانها، ستمگرترین انسانها که الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارک میگه که و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فی اسمه و سعی فی خرابها. میگه و کیست ستمگارتر، یا به تعبیر دیگر در فارسی هیچ کس ستمگارتر نیست از کسی که مسجدهای الله سبحانه و تعالی رو خراب بکنه و مردم رو از رفتن به مساجد باز داره. یکی ظالم است، یکی از ظالم بدتر. چه ظلمی بارالتر از این که یک انسانی که روحش، نفس کشیدنش، همه ذرات بدنش در اختیار الله سبحانه و تعالی است. الله سبحانه و تعالی بخواد به او نفس میده، بخواد از اون نفسش رو میگیره. این انسان ناچیز و حقیر و پست به حدی برسه که بخواد خانه های الله سبحانه و تعالی رو خراب بکنه. یعنی سبحان الله، صبر و تحمل الله سبحانه و تعالی و فرصتی که به بندگانش عطا میکنه چقدر زیاد است که یک انسان پست و حقیر و ناچیز میاد خانه خدا رو، مسجد خانه الله سبحانه و تعالی است، مکان عبادت است، به بهانه های واهی بخواد این خانه رو خراب بکنه. برای چی؟ خانه خدا رو خراب بکنی که در اونجا کتابخانه بسازی، خانه خدا رو خراب بکنی که در اونجا قهوه خانه و چایخانه بسازی، خانه خدا رو خراب بکنی که در اونجا مکان سیاحت و گردش و تفریح برای مردم بسازی. واقعا که از این انسان ستمگارتر و ظالمتر در بین انسانها پیدا نمیشه. اما این تصاویر رو دوستان عزیز اگر که نشون بدن، یکی از مساجدی است که این مسجد در ناحیه یاوان ولایت ختلان، ملت شریف تاجیکستان همونطوری که بارها گفتیم ملتی هستن که به دینشون، به عقیدهشون، به دین مبین اسلام عشق می‌ورزند و این رو ثابت کردن که بعد از 10 سال در زیر ظلم و ستم کمونیست ها و سازمان های آدمکش اطلاعاتی اونها مانند KGB و غیره، باز هم دین و مذهبشون رو نگه داشتن. این مردم با وجود اینکه در فقر زندگی میکنن، بیشتر مردم در فقر زندگی میکنن، با این وجود اومدن و از پول شخصی خودشون این مساجد رو بنا کردن و این حکومت اومده این مسجد رو، این مسجدی که شما میبینید این قبل از تخریب است که هنوز بنای این مسجد تکمیل نشده بود، به حجت اینکه اینها استحکام ندارن، اینها سند رسمی ندارن، این مساجد رو خراب میکنن. ببینید این مسجد، تصویر مسجد بعد از خراب شدن. این هم تصویر دیگری از مسجد بعد از خراب شدن. تشکر میکنم احمد جان. و یکی از بینندگان فیلمی هم در این مورد گرفتن که این فیلم رو هم من قسمت هایی از این فیلم رو خدمتتون نشون میدم. احمد آقا اگر لطف کنید این تصاویر رو نشون بدید.
این تصاویری از خراب کردن مسجد است که بولدوزرهای حکومتی اومدن و دارن این مسجد رو خراب میکنن. دقت کنید در این تصاویر. دارن این مساجد رو خراب میکنن. فیلم طولانی است، قسمت‌هایی از تخریب یکی از مساجدی که در ناحیه یاوان ولایت ختلان در جمهوری تاجیکستان است. نمونه از ظلم و ستمی که بر علیه مسلمانان در اینجا رخ میده. تشکر میکنم احمد جان. این تصاویری بود از این مسجد که در طی یکی دو هفته گذشته این مسجد رو خراب کردن. رئیس این ناحیه یاوان میربیگ تیمور هست و عزیموف طالب وکیل یاوان در پارلمان هست و هر دوی این شخص، هم آقای میربیگ تیمور رئیس ناحیه یاوان و همچنین عزیموف طالب وکیل یاوان در پارلمان تاجیکستان، در تخریب این مسجد دست داشتن و ما بعد از این تصمیم گرفتیم که در این برنامه چهره هایی که در تخریب مساجد و مدارس و مراکز اسلامی تاجیکستان عمل میکنن و افرادی که در تراشیدن ریش جوانان تاجیکستان و برداشتن حجاب خواهران تاجیکی ما سعی و تلاش میکنن، ما انشالله اسمای اینها رو، وظایف اینها رو در برنامه ذکر خواهیم کرد تا چهره های کثیف اینها رو ملت شریف تاجیکستان بشناسن، این دشمنان دین، این دشمنان عقیده رو. پس عزیموف طالب وکیل یاوان در پارلمان و رئیس ناحیه یاوان میربیگ تیمور کسانی بودند که در تخریب این مسجد دست داشتن. حالا شاید بعضی از اینها بیان بگن که خب این مسجد حجت نداشته، این مسجد سند نداشته، این مسجد بدون اجازه بنا شده و هزار و یک بهانه دیگر. شما اگر مسلمان هستید اجازه بدید. مردم اومدن میخوان مسجد درست بکنن، چرا اجازه نمیدید؟ چقدر فاحشه خانه های رسمی، شراب خانه های رسمی، رقاصه خانه های رسمی درست کردید؟ چقدر از اعضای پارلمان و اعضای حکومت در ساختن این مراکز فساد دست دارن و حتی با پول اونها ساخته شده؟ وقتی که ملت دوست دارن که برای خودشان مسجد بسازن، چرا شما مانع میشید؟ بعد چرا مسجد رو تبدیل میکنید به چایخانه؟ یعنی برای چایخانه و برای مکان تفریح و کتابخانه و مهد کودک و این مسائل شما اجازتنامه میدید؟ خب همون اجازت رو به مسجد بدید. یا نه اینا همه بهانه است، بلکه دشمنی اصلی شما با اسلام و با مسلمانان تاجیکستان است. ما تصویر بعدی رو نشون میدیم. احمد جان این عکس رو هم نشون بده. این مسجد در ده سیبستان ناحیه دنغره است. این مسجد اینا حتی از شعائر دین، از همون گنبد و مناره مساجد هم میترسن. طبعا کسانی که در دشمنی با دین مبین اسلام هستن از شعائر دین میترسن. اینایی که ریش جوانها رو میتراشن اینا از ریش میترسن، به خدا میترسن، باور کنید میترسن. اینها از اون تیکه پارچه‌ای که خواهر تاجیکی به سر خودش میبنده به عنوان حجاب، والله از اون میترسن. این عظمت اسلام رو نشون میده، این عظمت شاعر دین مبین اسلام رو نشون میده. اگر خوف و هراس نداشتن از حجاب خواهران تاجیکی ما، هیچ وقت حجاب اونا را از سرشون بر نمیداشتن. اگر از ریش برادران تاجیکی ما نمیترسیدن، هیچ وقت ریش اونها رو نمیتراشیدن. باور کنید که هر تار ریش جوانان تاجیک نیزه است بر قلب این دشمنان دین. اگر 1000 بارم ریشاتون رو تراشیدن، باز دوباره ریش بگذارید. اگر حجابتون رو برداشتن، دوباره حجاب به سرتون بذارید، چون که این حجاب و ریش شما اینها رو میکشه.
این گلدسته های مساجد شما انشالله اینها رو دقمرگ خواهد کرد. شما ببینید که اینجا آوردن یک پارچه روی گنبد این مسجد انداختن که دیده نشه. این داخل طبعا در این مسجد نماز خواندن به مشکل اجازه میدن. ببینید این گنبدها رو آوردن پایین از اینجا و اون گنبد بزرگی که بود بالای مسجد اون رو با پارچه پوشاندن تا از دور نمایان نباشه. تشکر میکنم احمد جان عزیز. میریم در مورد مسجد دیگری که این مسجد رو هم بله دوستان عزیز این تصویر رو نشون بدن. این یکی از مساجدی است که در ناحیه رودکی این مسجد قرار داره و این مسجد رو بستن. سبحان الله، یعنی دشمنی با دین و دشمنی با الله سبحانه و تعالی تا چه اندازه ریشه دوانده در تار و پود این حکومت و سردمداران این حکومت و عمال این حکومت. ببینید که در روی این کاغذی که در اینجا چسباندن به در مسجد نوشته که با قرار رئیس ناحیه برای خوانندگان صنف 1 تا 4 این مسجد رو تبدیل به چی بکنیم؟ تبدیل به 5 گزینه اینجا نوشته. اول برای خوانندگان صنف 1 تا 4، یعنی برای تبدیل کنیم این مسجد رو به یک مدرسه ابتداییه. برای بنگاه طبی، یعنی تبدیل بکنیم به یک درمانگاه طبی. باغچه نزد مکتبی، یعنی تبدیل به یک مکان تفریح برای کودکانی که در مدارس درس میخونن. مرکز آموزش کلانسالان یا در افغانستان کورس سوادآموزی میگن که در اینجا کسایی که سواد نداشته باشن بزرگسالان رو بیارن در اینجا به اونا سواد یاد بدن. و 5 تبدیل به کتابخانه. گفته یکی رو شما انتخاب بکنید. یعنی برای بستن خانه خدا و تبدیلش به 5 گزینه‌ای که در اینجا ذکر کردن از مردم رای گیری میکنن. تصویر بعدی همین مسجد رو احمد جان نشون بده. از کمی فاصله دورتر این مسجد هست. اینم همون کاغذی که رو دیوار در مسجد گذاشتن. این تصویر دورتر از مسجد و این نشاندنده دشمنی این نظام با مساجد است. میریم رو نمونه دیگری از دشمنی با مساجد. احمد جان این مسجد رو نشون بده. اینجا قبلا مسجد بود، ببینید اینجا. بعد همین کاغذ رو زدن و به اصطلاح رایگیری کردن که این مسجد تبدیل به چی بشه. و در تصویر دوم میبینید که این مسجد رو که در شهر خوجند است، این مسجد رو تبدیل به چایخانه کردن، تبدیل به قهوه خانه کردن. نگاه کنید این تصویر این مسجد. این نمونه ایست از ظلم و ستم این حکومت بر علیه مساجد. تشکر میکنم احمد جان. تصویر بعدی، این تصویر رو هم احمد آقای گل نشون بدید. این مسجدی است در شهر دوشنبه در محله 65 ناحیه فردوسی. این مسجد رو بستن کسانی که در این منطقه زندگی میکنن. این مسجد رو بستن، اینم درش. و یکی از بینندگان ما تصویری از این ویدیویی از این مسجد رو هم برای ما فرستاده. دوستان اگر نشون بدن.
این همین مسجدی است که این مسجد رو بستن که یکی از عزیزانمون رفتن و ویدیویی از این مکان رو گرفتن و برای ما فرستادن. تشکر میکنم احمد آقای گل. و در این قسمت احمد جان این رو هم نشون بده. این هم یکی دیگری از مساجدی است که در شهر دوشنبه است و دوستی که اینو فرستاده گفتن که اسم این منطقه رو نگید، اما این مسجد است. مکان معروفی است. شاید عزیزانمون در تاجیکستان، کسانی که در این منطقه شهر دوشنبه زندگی میکنن، با تصاویر این مسجد بدونن که در کدوم قسمت شهر است. اینم نمونه ای از بستن و دشمنی با مساجد. تشکر میکنم احمد جان. فولدر بعدی که ما در این تصاویری داریم از برادری که ریشش رو تراشیدن، اما خواهش کردن که تصویرشون رو نشون ندیم. ما هم به خاطر دلایل امنیتی تصویرشون رو نشون نمیدیم، اما تصویر پلیسی رو که ریش ایشون رو تراشیده رو نشون میدیم و اسمش رو هم بیان میکنیم و از این به بعد انشالله مساجد، برداشتن حجاب، ریش تراشیدن های به زور، همه اینا رو کسانی که مرتکب این جنایت میشن رو اسم و رسمشون رو ذکر میکنیم تا ملت شریف تاجیکستان اینها رو بشناسن. این شخص احمد آقا نشون بدید. این پلیس نامش صدیقوف است، ناظر بازار پنجشنبه شهر خوجند. آقای صدیقوف که افراد ریشداری رو که در این بازار و در این منطقه از جلوی ایشون بگذره، جوانها رو به زور متوقف میکنه و با اجبار ریشهای اونها رو میتراشه و این جنایت رو این پلیسی که صدیقوف نام دارد، ناظر بازار پنجشنبه شهر خوجند، این شخص افراد ریشداری رو که در این بازار میبینه به زور اونها رو دستگیر میکنه و میبره و به زور ریش اونها رو میتراشه. یکی از مدارسی که در این مدت بسته شده این مدرسه است که این مدرسه دینی در شهر استراوشن است که حکومت این مدرسه رو بسته و دیگر نمیتونن طلاب علم در اینجا برای تحصیل علم شرعی برن. تشکر. و در اینجا تصاویری رو از زنان محجبه‌ای رو که اینا رو از کنار مسجد معروف، مسجد امام ابو حنیفه میگیرن و اینها رو میبرند و جریمه میکنن. این ماشین پلیس است. این تصاویر رو هم این یکی از همین افرادی که پلیس همین منطقه است و اینها رو دستگیر میکنه و میبره از نزد مدرسه امام ابو حنیفه و اینها رو جریمه میکنه. ما میشنویم که در فرانسه که در یک کشور کفری است، مسلمان ها به خاطر حجابشون جریمه میشن، اما اینجا در تاجیکستان هم همین ظلم و ستم جریان داره. این تصویر رو دوستان عزیز نشون بدن. این برادری که در اینجا دیده میشه، احمد جان اگر زوم بکنید در این قسمت، بسیار کم یعنی ریش داره. به خاطر همین ریش کمش هم این فرد پلیس ایشون رو در اینجا نگه داشته و
از ایشون میخواد که باید ریشش رو کاملا بتراشه. این فرد پلیس در اینجا این جوان تاجیکی رو ازش میخواد که ریشش رو بتراشه. تشکر احمد جان. این مطالبی بود که بعضی از تصاویری که برای ما فرستاده بودن و مطالب دیگری هم هست. اما بعد از مدت طولانی ما دوباره برگشتیم و دوست داریم بیشتر در این برنامه صدای شما عزیزان رو بشنویم که دردها و آرزوهاتون رو بیان میکنید. اما یک عزیزی لحظات قبل از برنامه تماس گرفت و مطلب دیگری رو بیان کرد که در دوشنبه و در بزرگ شهرهای تاجیکستان افراد که پلیس راه به اصطلاح هستن یا ترافیک که در افغانستان میگن یا پلیس راه در ایران میگن، افرادی که نیروهایی که به اصطلاح مسئول عبور و مرور ماشین ها و تنظیم عبور و مرور ماشین ها در خیابان ها هستن، اینها جوانهایی رو که مردهایی رو که ریش داشته باشن اینها رو متوقف میکنن و بعد از اون از اینها همون گواهینامه رانندگیشون یا در اصطلاح تاجیکی پراو که بهش میگن پراو، این رو ازش میگیرن و ازش میخوان که بره ریششو بتراشه. بعد از اینکه ریششو تراشید برگرده پیش همون پلیس و این مدارکش رو بگیره و اگر کسی این کارو نکنه مدارکش رو بهش نمیدن. این هم یکی از روش هایی است که به ما اطلاع دادن در بعضی از شهرها و مناطق تاجیکستان دارن این کارو میکنن. یک مسئله دیگه، من قبلا در مورد نظام صفویت در ایران شنیده بودم که شاه اسماعیل صفوی فاحشه‌خانه‌ای درست کرده بود و از درآمد این فاحشه‌خانه ها مالیات میگرفت. مثلا اگر فاحشه‌خانه‌ای در تهران بود و در زمان صفویت در تبریز بود یا در شیراز یا هر جایی که بود، این فاحشه‌خانه ها، این یک اطلاعات عمومی است که عزیزان تاجیک هم وقتی که این چهرهای آخوندا رو میبینن به یاد داشته باشن که من برای این حرفایی که میزنم سندم دارم از تاریخ صفویت. اینها وقتی که ایران رو گرفتن، خب یک جماعت عیاش یاغی باغی شرابخور بودن، مثل همین کسانی که امروز در تاجیکستان حکومت میکنن. اینها اومدن فاحشه‌خانه ها رو به شکل وسیع نشر کردن در ایران. از پول درآمد این فاحشه‌خانه ها حکومت صفویای شیعه رافضی مالیات میگرفت. از پولی که از اینجا از این فاحشه‌خانه می اومد در راه به اصطلاح جنگ هاشون و ساختن قصر هاشون و اینها استفاده میکردن. کار دیگری که اینها در حکومت صفوی داشتن، فرزندانی را که در این فاحشه‌خانه ها به دنیا می اومدن اینا رو میفرستادن که به اصطلاح روحانی بشن و آخوند بشن. اصل وجود آیت الله و حجت الاسلام و طبقه روحانیون در ایران، مراجع تقلید اینها، اصل اینا از همون فاحشه‌خانه هایی است که انسانای بی پدر مادری بودن که در زمان شاه اسماعیل صفوی بنا نهاده شده. و ما مفصلا انشالله بعد از این پارازیتی که اینا پخش کردن این فایل اینا رو باز خواهیم کرد و حقایق چگونه به وجود اومد، چطور ایران سنی تبدیل به یک ایران شیعه شد. ما انشالله این حقایق رو خواهیم گفت، چطور مرجعیت به وجود آمد، چطور آیت الله و حجت الاسلام به وجود آمد. اصل اینا از کجاست؟ اصل اینا همون حرامزادهایی بودن که در فاحشه‌خانه های شاه اسماعیل صفوی بزرگ شده بودن و از اونجا اینها رو فرستادن که آخوند بشن و امروز بلای جان ملت ها قرار بگیرن. حکومت تاجیکستان حالا اومده از کسایی که رقیه شرعی میخوانن، دم و دعا میکنن، ملاهایی که به اصطلاح، البته دم و دعای شرعی و غیر شرعی وجود داره، کسانی که بدون به اصطلاح به عنوان یک وظیفه این کار رو انجام نمیدن، به عنوان یک شغل اینو انجام نمیدن و اینها با آیات قرآن و با دعایی که هست، کسانی که بیماری هایی دارند، بیماری های روحی، اینا رو میان دم و دعا میکنن یا گرفتار سحر و جادو و به اصطلاح چشم و این مسائل شدن. حکومت اعلان کرده به ایشان اکبر جان، به دامولا صمد، به دامولا خدایار و به دامولا عبدالحلیم
که اگر میخواید که به این وظیفتون ادامه بدید، یعنی دم و دعاخوانی بکنید، باید که به حکومت مالیات بدید. شما رو به خدا این بدبختا رو نگاه بکنید که حتی به همون 4 قرانی که یک ملای بیچاره به خاطر دم و دعا کردن مردم هم میگیره، به همون هم چشم دوختن. یعنی بیشرمی و بیحیایی رو به این اندازه رساندن که حتی به اصطلاح یک ملایی که مثلا میخواد در یک منطقه یک دم و دعا بخونه، یا کسایی میان براشون مثلا 1 سامانی 2 سامانی مثلا هدیه میدن به اینها، البته به عنوان یک شغل این کارو نمیکنن، در همین هم چشم دوختن. جوانان تاجیکی که با جان خودشون بازی میکنن، در روسیه کار میکنن، زحمت میکشن، به همون دستمزد اونها هم این حکومت چشم دوخته. این همه خیرات و این همه ثروت‌های تاجیکستان رو به تاراج بردن، به یغما بردن، کافی نیست که حتی به مزد کار جوانها و به همون 4 قرانی که دست یک به اصطلاح دامولایی که دم و دعا میخونه، به همون هم این حکومت چشم دوخته که برای اینها یک 4 قرانی از اونجا پیدا بشه. یکی از موضوعات دیگری که من دوست دارم در اینجا بیان بکنم، من اگر یادتون باشه در قسمت 9 تاجیکستان دردها و آرزوها در مورد درخواست وزیر کشور تاجیکستان از وزیر کشور ایران، یا به قول تاجیکا وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از وزیر کارهای داخلی ایران درخواست کرد که در بستن شبکه جهانی وصال حق با هم همکاری بکنن. من یک اطلاعی به شما عزیزان بدم که اینها فقط برای اینکه به مدت 2 هفته فرکانس قبلی ما رو در هوتبرد ببندن، روزانه تقریبا معادل $300,000 خرج میکردن. شما تصور بکنید $300,000 رو اگر تاجیکستان به ملت مظلوم خودش کمک بکنه، به کسانی که نان خوردن ندارن، به کسانی که جگرگوشه های خودشون رو به خاطر مقداری پول فرستادن که در روسیه تومه گرگان درنده روسی بشن و در اونجا به بدترین شکل به شهادت برسن به خاطر پیدا کردن لقمه نانی برای پدر و مادر و فرزند و همسرش، این حکومت‌های ظالم رو نگاه بکنید که به خاطر بستن صدای حق، به خاطر بستن شبکه وصال حق و کاری که اصلا یک کار احمقانه است، یک کار کودکانه است، خب یک فرکانس ما رو بستن. چی شد؟ ما امروز با 2 فرکانس در هوتبرد برگشتیم. ان شاء الله به زودی در گلکسی و در یوتلسات هم فرکانس های جدیدمون رو اعلان خواهیم کرد و تجار اهل سنت، کسانی که این شبکه ها رو کمک میکردن، اونها وقتی دیدن که این شبکه ها اثر داشته در بین مسلمان ها و عداوت و دشمنی این حکومت های ظالم رو دیدن با این شبکه، گفتن که باید شبکه قوی تر از قبل باید ظاهر بشه و الحمدلله آن چیزی که اونها میخواستن نشد، بلکه ما قوی تر از پیش الحمدلله ظاهر شدیم. یک موضوع دیگه که میخوام در برنامه امشب انشالله قبل از اینکه میان برنامه بگیریم و به سراغ تماس های شما عزیزان بریم، من چون مراسم حج نزدیک است و تعدادی از عزیزانمون از تاجیکستان برای ادای فریضه حج به سرزمین حرمین شریفین میرن، گرگ های شکارچی ایران در حرمین شریفین در موسم حج در کمین مسلمان ها هستند. همونطوری که در داخل تاجیکستان کمیته امداد خمینی و خانه فرهنگ ایران و کنسولگری ها و سفارتخانه های ایران و این همه سازمان های زهرا و رضا و فلان اینا که دارن در اونجا دارن کار میکنن و جوان ها رو فریب میدن، ملت تاجیکستان رو سعی میکنن به طرف گمراهی و رافضه‌گری بکشانن، به این اکتفا نکردن. اون عده از انسان‌های مؤمن و مسلمانی که برای ادای فریضه حج به سرزمین حرمین شریفین میرن، اینها تعدادی از جاسوس‌هایی دارن از داغستان، از تاجیکستان، از قرقیزستان که در حوزه علمی قم اینها رو
به اصطلاح در اونجا آموزش دادن. اینها شکارچیایی هستن که این حجاج ساده‌لوح تاجیکستان رو شکار میکنن و اینها رو به دفتر بعثه حج ایران در مدینه و در مکه میبرن. در اونجا زنادقه دیگرشون از آخوندها آماده هستن که این انسانهای ساده‌ای که با نیت پاک فکر میکنن که این آخوندهایی که در اونجا هستن اینا مسلمانن، فکر میکنن که اینها همزبان ما هستن، همسایه ما هستن، خبر ندارن که این خبیث‌های زندیق در پی این هستن که شما ملت شریف تاجیکستان رو که به اصحاب و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم عشق دارید، ایمان دارید، اعتقاد دارید، محبت دارید، شما رو تبدیل به انسان‌هایی بکنن که به اونها لعن و نفرین بفرستید. یکی از این جاسوس‌هایی که اینها دارند و در موقع حج از او استفاده می‌کنن برای شکار حجاج این شخص است. دوستان تصویرش رو نشون بدن. این در لباس یک حنفی، در لباس یک تاجیکی مسلمان در بین حجاج میگرده. هر سال هم از طرف ایران این شخص رو میارن در بین حجاج تاجیکستان. بعد البته این تاجیک‌ها را از طریق ایران، حکومت ایران همه خرج و مصارف اینا رو میده، اینا رو میاره در بعثه حجشون در مکه و مدینه مستقر میکنه و اینجا به خاطری که چهره پلیدش رو مردم نشناسند در داخل اتاق عینک دودی به چشمش زده که کسی اینو نشناسه. این شخص با همین چهره در بین حجاج تاجیکستان میگرده و اونها رو دعوت میکنه که بیایید به بعثه حج ایران و در اونجا تاجیکا هستن و در اونجا به اصطلاح برنامه ها دارن و این در اینجا این قسمت سخنرانی هم میکنه این شخص در اینجا. دوستان این تصویرش رو نشون بدن. دقیقاً همین شخص است. این یکی از تاجیکای فروخته شده به نظام ایران است، از نوکرای ولایت فقیه، از کسانی که به اصحاب پیامبر و اهل بیت پیامبر اهانت میکنن. این از جمله کسایی است که ابوبکر و عمر و عثمان رو کافر و زندیق میدانن. این شخص رو، این از نوکرای نظام ایران است که اگر حجاج تاجیکی و کسانی که نیت سفر حج رو دارن در مکه و مدینه این شخص رو دیدن، بهترین نمونه برخورد با این است که کفش هاتون رو در بیارید و به سر و صورت این نوکرای آخوندهای ایران بزنید. بعدش این ملت تاجیکستان رو جمع میکنن در اینجا. ببینید این عزیزان رو در اینجا جمع کردن و این آخوند خبیث رو آوردن در اینجا که با دروغگویی، با مکاری، با سخنهای فریبنده این زائران پاکتینت تاجیکستانی رو که برای زیارت حرمین شریفین، ببینید که نفاق از چشمها و سر و صورت این آخوند رافضی خبیث میباره و شما به چهره های مظلوم این حجاج ساده‌لوح تاجیکی در اینجا نگاه بکنید. این پیرمردا رو ببینید که چطور اینها رو میبرن در اونجا. برای اینها از مذهب شیعه میگن، از شبهات و دروغ‌هایی که دارن در اونجا به خورد اینا میدن و بعد از اون به اینها هدایایی رو میدن که اینها رو بکشانن به طرف مذهب تشیع. ببینید حتی به امین پیرمردهای اینها باید الان در حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم یا در مکه مکرمه در خانه کعبه مشغول عبادت باشن. اینها رو آوردن در اینجا که به چرندیات و دروغ‌های این آخوند رافضی گوش بدن. و ما این فیلم این جنایت اینها رو به عربی هم ترجمه کردیم و برای مقامات عربستان هم فرستادیم تا جلوی این جنایت های این آخوندها رو بگیرند. این نمونه از برنامه هایی است که بعثه
حج جمهوری رافضی ایران برای حجاج تاجیکستان داره. تصویر دیگری از حجاجی که در اینجا آوردن. بله. این مقر بعثه حج ایران در مدینه منور است. این رو هم دوست داشتم به خاطر اینکه در این روزها زائران تاجیکی عازم حرمین شریفین هستند. از این دسایس رژیم رافضی و خبیث ایران آگاه باشید و شکار این شکارچی های رافضی در مکه مکرمه و مدینه منوره نگردید. یک نماز در مسجد الحرام بیش از 100,000 نماز ثواب داره. یک نماز در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم بیش از 1000 نماز ثواب داره. این ثواب ها رو به خاطر خزعبلات 4 تا آخوند صیغه‌ای ضایع نکنید. میان برنامه میبینیم و دوباره برمیگردیم و شماره تلفن های برنامه زیرنویس خواهد شد و صدای گرم شما عزیزان را خواهیم شنید. با ما همراه باشید. السلام علیکم و رحمت الله. من یک خواهر شما از تاجیکستان. پیش از همه با شما طوری مینداری بیان میکنم که صدای ملت مظلوم تاجیک را شنیده بی‌طرف نماندید. طولی چند سال بود که با جای شکایت کردن نمیتوانستم. از سببی که حجاب در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها ممنوع است، ما سرهای خویش را میپوشانیم ولی تماما کامل نیست و با حجاب مانند هم نیست. با وجود این همون ناکامیلی که است، باز هم ما را اجازه نمیدهند. بار خواستم کمتر هم باشد حجابم را کاملتر بندم ولی متاسفانه از دست راندند. و دولتمردان تاجیک گفتنیم که خیلی برایتان متاسفم، چرا پیش از آن که به حجاب ورود و دیگر ارکان دین کاردار میشوید سراول پیش رشوه و دستاوردی را بگیرید، زیرا نسلی که با وای را پیدا ایستاده است قریب 90% دستاورد میکشد. سبب آن است که استادان مکتب و دانشگاه‌ها سبحان الله بها را با پای میمانند. خواننده ها باشند به این رفتار آنها عادت کرده علم و موسیقی هستند و باور دارند که چه خوانند یا نخوانند بهای خوب میگیرند. خواهش میکردم از دولت مردم تاجیک پیش از آن که به حجاب ورود و دیگر بیشتر به ظاهری که کاردار میشوند به این اهمیت خیلی بزرگی هم دارد، زیرا آینده از جوانان وابسته است و جوانان وقتی که بیکار باشند هیچ وقت آن دولت پیشرفت نمیتواند. و در آخر از شبکه جهانی بسیار حق خیلی هم مینداری خیش را به این شبکه بیان میکنیم که واقعا هم ندای حق و حقیقت میباشد و از درگاه خداوند متعال برایتان خواهم که چی مقصدهای پاک و نجیبی که داشته باشید خداوند برآورده گرداند. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نظامی جور و استبداد تا کی، فساد و وحشت و بداد تا کی، زی دست جائرانی به مروت فی قانون آله فریاد تا کی. نظامی جور و استبداد تا کی، فساد و وحشت و بداد تا کی، زی دست جائرانی به مروت فی قانون آله فریاد تا کی. زی دست جائرانی به مروت فی قانون آله فریاد تا کی. و شهر و خانه ما بم ببارد، حصاری کفر و ظلم آباد تا کی. وطن داری ضعیف و ناتوانم، به زیر خنجری جلاد تا کی. بله بینندگان عزیز و گرامی، من یک نکته جالبی رو از این نظام جنایتکار ایران و
در حین حال ترسو و بزدل. اگر به یادتون باشه ما در یکی از برنامه ذکر کردیم که در خبرگزاری ایرنا خبری رو پخش کردن که در دیداری که بین وزیر امور داخله تاجیکستان، وزیر امور داخله ایران یا وزیر کشور ایران بوده، خواستن که در مورد بستن وصال حق همکاری بکنه. بعد از اینکه این خبر به شکل وسیع در گروه ها پخش شد و در واتساپ و در سایت ها و در اینترنت، من الان که این لینک رو زدم، ببینید دوستان عزیز، نشون بدن این صفحه رو، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران صفحه فوق وجود ندارد. این بالا دقیقاً همون لینکی است که اینا پخش کرده بودن قبل از پخش پارازیت بر روی شبکه. الان این رو برداشتن از صفحه سایت خبرگزاری رسمی ایران، میگه صفحه فوق وجود ندارد. اما باز تاجیکا در تاج نیوز هنوز خبر هست. دوستان عزیز نشون بدن این رو، در تاج نیوز هنوز هم اون خبر هست، دیدار وزرای داخله یا کشور تاجیکستان و ایران. این بیچارا هر دو تا با هم جمع شدن که وصال حق رو ببندن. منتها ما یک کار دیگه کرده بودیم اینجا، دوستان این رو نشون بدن. همون روزی که این خبر رو پخش کردن ما تصویرش رو گرفته بودیم، عکسش رو. احمد جان اینو نشون بده. این دقیقاً خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، وزیر کشور تاجیکستان: در همه زمینه‌ها به ویژه آموختن خط فارسی به کمک ایران نیاز داریم. و در این قسمت وی به برنامه‌های ماهواره‌ای از جمله شبکه وصال حق که در صدد ایجاد فتنه در این کشور هستند اشاره و از ایران درخواست کرد برای مقابله با پخش برنامه‌های این شبکه سلفی به تاجیکستان کمک کند. دوستان اون موقع عکسش رو گرفته بودن از صفحه این شبکه، خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران. اینها حتی در دیگر شبکه ها هم این رو خبر رو پخش کرده بودن. مثلا در فارس نیوز، این شبکه مرتبط با سپاه پاسداران ایران هست، در اینجا میگه که مقامات تاجیکستان از ایران برای مقابله با تلویزیون منسوب به جریان سلفیه وصال حق که طی 2 ماه اخیر به یک دردسر برای مقامات این کشور تبدیل شده است کمک خواستند. این هفته‌نامه در ادامه می‌نویسد: از اول ماه آوریل اردیبهشت ماه سال جاری وصال حق از سیاست‌های دینی دولت تاجیکستان به شدت انتقاد کرد و درخواست دوشنبه از تهران در حالی است که این شبکه تلویزیونی از آغاز فعالیتش به تبلیغات ضد شیعه در اصل ضد ایرانی پرداخت و همکنون به یک خطر جدی اطلاعاتی برای کشور دیگر فارسی زبان تبدیل شده است. و اینجا برای جلوگیری از تبلیغات ضد دولتی وصال حق باید از قدرت بیشتری برخوردار بود و به اصطلاح دهان این سازمان ها بسته شود که به اعتقاد وی بهترین گزینه در همکاری و مبارزه با این شبکه تلویزیونی ایران است. یعنی 2 کشور دیکتاتوری ظالم، 2 کشور که نمیخوان صدای حق به گوش مردم برسه، میخوان با هم دیگه همکاری بکنن. اینجا هم رمضان رحیم‌زاده وزیر کشور تاجیکستان بر این باور است که برای جلوگیری از تبلیغات ضد دولتی تاجیکستان باید از قدرت بیشتری برخوردار بود. به تسریع این نشریه وصال حق و همچنین 2 شبکه تلویزیونی کلمه و نور، هرچند که خود را شبکه‌های اهل سنت معرفی می‌کنند اما در اصل مبلغ عقیده تکفیری سلفیه میباشند و آنها با کمک‌های مالی عربستان سعودی و پشتیبانی آمریکا و غرب فعالیت خود را راه اندازی کردند. یعنی پشتیبانی آمریکا و غرب. شما که در دامن آمریکا سقوط کردید و اتفاقنامه هسته‌ای و حتی مرگ بر آمریکا گفتن هم در ایران کم کم داره ممنوع میشه و ما شدیم نوکر آمریکا. هر کس که حرف از قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم زد برای شما رافضی و میشه نوکر آمریکا. کمک مالی عربستان، ای کاش عربستان سعودی کمک میکرد به شبکه‌های توحیدی، ای کاش کمک میکرد، ای کاش کشورهای اهل سنت همونطوری که ایران برای نشر تشیع در دنیا داره کار میکنه، ای کاش کشورهای اهل سنت همین کار رو میکردن، ای کاش میکردن. آرزوی ما اینه که کشورهای اهل سنت بیان یک شبکه بزنن، یک سایت بزنن حداقل برای دفاع از اعتقادات اهل سنت.
بعد میگه در ادامه با اشاره به اینکه وسال حق هدفش را حمایت از آزادی‌های دینی مردم تاجیکستان عنوان می‌کند، می‌نویسد هدف اصلی آنها همان جلوگیری از گسترش نفوذ ایران نه فقط در تاجیکستان بلکه در تمام آسیای مرکزی میباشد. سنی و شیعی در اصل برای آنها اهمیتی ندارد. این قسمت رو درست گفته. هدف اصلی ما همان جلوگیری از گسترش نفوذ ایران. بله، هدف اصلی ما گسترش از نفوذ رافضه‌گری، نفوذ مذهب لعن و نفرین، نفوذ مذهب اهانت به صحابه، نفوذ مذهب کینه، بغض، عداوت، مذهبی که قائل به تحریف قرآن است، مذهبی که امام ابو حنیفه رو ناصبی میدونه، کافر میدونه، مرتد میدونه، ریختن خونش رو جایز میدونه. بله، برای ما میخوایم نفوذ شما رو در این منطقه کاهش بدیم، جلوش رو بگیریم، شما رو به زبالدان تاریخ بندازیم. این یکی رو راست گفتن، ما این هدف ماست و انشاءالله به یاری الله سبحانه و تعالی در این هدف و آرزومون در زندگی خودمون انشاءالله پیروز خواهیم شد و با چشمان سر خواهیم دید که این آخوندا همان گونه که شاه، همان گونه که حسنی مبارک، همان گونه که زین العابدین بن علی، همان گونه که قذافی و دیگران به زبالدان تاریخ انداخته شدن، ایران، سران ایران و حکومت‌هایی که خودشون رو به ایران فروختن، نوکرهای ایران در تاجیکستان هم به زبالدان تاریخ انداخته خواهند شد و به دست ملت‌ها تیکه تیکه خواهند شد. همونطوری که با قذافی برخورد کردن، همونطوری که با جنایتکارها در کشورهای مختلف مسلمان‌ها و ملت‌ها برخورد کردن، ملت شریف تاجیکستان هم بیدار شدن و برای شما رافضیای تهران در تاجیکستان جای پایی نخواهیم گذاشت. تا قطره خون در بدن داریم در راستای کوتاه کردن دستهای کثیف شما از این ملت شریف، از کشور تاجیکستان و بقیه کشورهای آسیای میانه انشالله سعی و تلاش خواهیم کرد. شما کسانی هستید، خطاب من به آخوندهای رافضی تهران و قم هست، شما کسانی هستید که در هر جا قدم منحوس شما گذاشته شده برای مردم غیر از بدبختی، غیر از جنگ، غیر از عداوت، غیر از دشمنی چیز دیگری به ارمغان نیاوردید. شما در سوریه، در عراق، در فلسطین، در لبنان، در پاکستان، در افغانستان، هر جایی که شما رفتید عده‌ای رو شیعه ساختید و این شیعه رو با اهل سنت به جان همدیگه انداختید و جنگ فرقه‌ای به بار آوردید. امروز داعش و نمیدونم فلان و علان، همه اینها زائیده ظلم و ستم‌های شماست که بر اهل سنت در کشورهای مختلف روا داشتید. اما ما نخواهیم گذاشت که در افغانستان و تاجیکستان شما به آرزوهای خبیثتون برسید. ان شاء الله جوانان تاجیکستان به شما اجازه نخواهند داد. من همتی که در برادران و خواهران تاجیکستان دیدم هرگز اجازه نخواهند داد که آخوندهای صیغه‌ای قم و تهران بتونن که به اهداف پلیدشون در تاجیکستان برسن. اینها از شما چیز دیگه نمیخوان، دو چیز میخوان ازتون. ملت تاجیکستان به یاد داشته باشید، ایران از شما دو چیز میخواد: ناموس شما را به عنوان صیغه، و این کارو دارن میکنن، شروع کردن، ناموستون رو به اسم صیغه به تاراج ببرن، پولتون رو به اسم خمس. دو چیز از شما میخوان و از شما انسانهایی بسازن مثل روافضی که در تهران و در ایران و در عراق و در کشورهای دیگه دارن که فقط به سر و کله خودتون بزنید، پیراهنتون رو چاک بکنید، به سرتون با چاقو و شمشیر بزنید، یک آخوند اون بالا بهتون بخنده، روزخوانی بکنه، شما به سر و کله خودتون بزنید. همینو از شما میخوان. انقدر به سرتون بزنید که عقلتون رو از دست بدید، بعد از اون ناموستون رو خدای نکرده به نام صیغه و پولتون رو به نام خمس از شما بدزدن. اینها فقط همین رو میخوان، در هر کشوری که میرن همین رو میخوان. این مراجع شیعه غیر از این چیز دیگه نمیخوان و هر جایی که رفتن فتنه و تفرقه و دشمنی و عداوت در بین مسلمان ها انداختن. و الا شما چی کار دارید به 4 تا زائر تاجیکی که برای ادای حج اومدن در مکه و مدینه؟ اینها رو از گوشه های حرم، همین کسی که نشون دادم امثال این چند، یک داغستانی دارن، یک ترکستانی دارن، همه اینا رو من میشناسم، با بعضی از اینها نشستم. حجاج بیچاره تاجیکی رو از گوشه های حرم فریب میدن
که شما بیاید اینجا ما یک جلسه ای داریم، مذهب حنفی است و خلاصه وصف امام ابو حنیفه است و به شما یک جانمازی هم هدیه میدیم. بیچاره رو ور میداره از حرم میبره در بعثه حج ایران، یک آخوند حرامزاده صیغه‌ای رو میاره اونجا که فقط به اینها لعن و نفرین و توهین به اصحاب پیامبر رو یاد بده. بعد از اونم به اینها یک غذایی میدن، یک جانماز و یک CD و یک کتاب هم داخلش میگذارن، دست این زائر بیچاره میدن که چی رو بهش یاد بدن؟ لعن به ابوبکر رو بهش یاد بدن، لعن به عمر و عثمان رو بهش یاد بدن، توهین و لعن به همسر پاک پیامبر عایشه صدیقه رو یاد بدن. ایران همینو میخواد در تاجیکستان. ملت تاجیکستان بیدار بشید. چند سال هست که این حکومت داره به همکاری ایران مدارس شما رو میبنده، مساجد شما رو میبنده و این رژیم دروغگوی ولایت فقیه یک بار نشده در منابر از شما ملت مظلوم دفاع بکنه. یک بار نشده که به خاطر اون کشته های تاجیک، به خاطر مساجد و مدارس تاجیک اشک بریزن اینها، چون اینا در فکر شما نیستن اصلا. خدا کنه که بر شما امثال لنین و برژنف و اینها حکومت بکنه. برای ایران مهم نیست. اسلام اصلا برای ایران مهم نیست. برای آخوند مگه دین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مهم هست؟ اگر مهم می بود به قرآنی که بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل شده بود نمی گفتن که این قرآن تحریف شده. اگر برای اینها اسلام مهم بود به همسر پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تهمت نمی زدن و اصحابش رو، شاگردان مدرسه نبوت رو لعن و نفرین نمی کردن. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی شر اینها رو از سر مسلمان ها دور بکنه. از همین لحظه به بعد شماره تلفن برنامه زیرنویس میشه و شما عزیزان میتونید در مورد مطالبی که در برنامه ما مطرح شد صحبت بکنید و همچنین دلگفتهاتون و مطالبی رو که دوست دارید در مورد دردها و آرزوهایی که دارید در تاجیکستان بیان بکنید. همچنین از طریق اسکایپ به صالح حق هم ما تماس‌های شما عزیزان رو خواهیم گرفت. کسانی که نمیخوان از طریق تلفن صحبت بکنن میتونن از طریق اسکایپ به صالح حق که عزیزانمون زیرنویس خواهند کرد از طریق اسکایپ هم صحبت بکنن. تا برقراری تماس‌های شما عزیزان با هم میان برنامه خیلی کوتاه میبینیم و دوباره برمیگردیم خدمت. به نام پروردگار که من عبدالله را یکتاپرست کرد، به نام پروردگاری که من را از راه باطل به راه حق هدایت کرد، به نام آن پروردگاری که انسان را از یک مشت خاک آفرید. سلام، من عبدالله هستم، 35 سال دارم، تاجیکستان. بله، این صدای یکی از عزیزانی بود که در تاجیکستان الله سبحانه و تعالی ایشون رو به راه راست هدایت داد و شیعه‌گری رو ترک کردن. اولین تماس رو میگیریم از طریق اسکایپ. بله بیننده گرامی، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ابوذر سعید اکبر از دولت آلمان. آقای ابوذر برادر بزرگوار، بفرمایید. خواستم در همین خاموشی مردم تاجیکستان کمی صحبت داشته باشم. بفرمایید. اول درجه از درگاه الهی سپاس و تشکر میکنم که همچون شما برادرای اسلامی و اسلام دوست رو برای ما نصیب کردین که صدای ما مردم تاجیکستان میرسه. و خصوصا در مسئله امام خطیبایی که در مسجدهای تاجیکستان
به عنوان امام خطیب قبول شدگی هستند و باید که حمد و ثنای خداوند در اون مسجدها بگن. متاسفانه حمد و ثنای رحمان فدر هرگاهی که ما میگفتیم که این رحمان و دشمن خدا است و یا قبول نمیکردن، میگفتن که نه شما برای هیچ دلیل ندارین، اما امروز الحمدلله میبینیم که این دشمن خدا نه تنها برای ما آشکار شد بلکه برای تمام مردم تاجیکستان آشکار شد. درست. تمام مردم تاجیکستان امروز میدونن که این دشمن خدا است و با خداوند دشمنی داره. خب البته خداوند وقتی که یک انسان عزت میبخشه در میان مردم، یک مولا را مثلا، به خاطر آن نیست که اون مولا فقط برای از عزت بخشیدگی خداوند تناول بکنه از دسترخوان بنده های خدا و از دین خدا دفاع نکنه. درست. پیشتر ما میدونستیم که چقدر شاهد بودیم که چقدر مردم محبت به مولاها داشتن، و همین شخصایی که امروز از رحمان مقصد که دفاع میکنن زیادتر، نه از دین خدا، محبت زیاد داشتن. عزت چو بخشیدگی بود، اما عزت خداوند به خاطر او بخشیدگی بود که 100 نفر یا که 1000 نفر و 10,000 نفری که در مساجدهای آنها نماز میگذارند با آنها مقصد گوش میدهند، احترام میکنند. در زمان ضروری این بنده های خدا را باید که همو شخص عزتدار با نام مولا برای دفاع کردن دین خدا بیدار میکرد. اما متاسفانه برعکس اینها طرفداری از رحمان کردن. باور میکنین استاد محمد انصاری وقتی که در صف نماز میره در تاجیکستان خالصا لله گفتنی هستی یعنی به خاطر خدا نیت میکنم نماز ما، اینها البته تعریفات رحمان در مساجدها در همون وقت هم شروع میکردن، در همون وقت هم تعریف کردن رحمان. خب نگاه بکنین، اما امروزها زیاده از 20 رالیک ها را ما در ویدیوها را در یوتیوب تماشا میکنیم که ملاها را زنکه باز، زیناکار، متاسفانه در روی دنیا این چیز این تهمت بر مسلمان ها شیدگی نبود، اما در تاجیکستان شید. یعنی که اسلام و اسلامی زیناکار یا تهمت کردن. این به خاطر چی بود؟ البته اینجا وقتی که از عزت خداوند تنها به خاطر اشکمای خودشون امروز در اکثریت مردم تاجیکستان همین گپه که این ملاها زیناکارن، این ملاها چی هم؟ عزت از اینها بیرون شید. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر. و خواهی از مردم تاجیکستان سلامت باشین استاد گرامی، خواهش از مردم تاجیکستان که این سالهایی که شما به عذاب، به شاید به غفلت وقت نیافتین که حتی نماز بخونین و دور از پدر و مادر، از زن و فرزند بلاها گرفتار شدین از سبب دوریتون. فقط خاموشی شما، من فکر میکنم به خاطر همون بود که شما فکر گپ میزنم هیچ که از کفای من نمیخیزه. این الحمدلله ما خستیم، کم نیستیم، خیلی زیادیم. ما امروز محتاج به شما هستیم ای مردم تاجیکستان. ما با شما امید کردیم، ما امید کردیم که ما میخیزیم، همین امیدی از وجود شما دور میشه و شما را میخیزیم دفاع از دین خود میکنیم، دفاع از حق و حقوق خودتون میکنیم. اما متاسفانه امروز هم میبینیم که شما خاموشیم. ای مردم عزیز تاجیکستان، اینها کسی نیستن، اینها والله قسم به قوه شما حرکت میکنن. شما را به یکدیگرتون فتنه میاندازن، جنگ میاندازن و میبینید که قوه یا زیاده. بیاین با یکدیگر یکجا بشیم. این کسی نیست، این همون کسی است که به موزه های رزینی دریدگی به سر قدرت اومدگی بود. درست. تشکر از شما برادر عزیز. سلامت باشین. الله متعالستون کنه. تشکر از شما. از طریق تلفن میگیریم. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری هستم. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ بله، اسم ابراهیم، دکتر ابراهیم از انگلستان، شهر برمنگهم حرف میزنم.
جناب دکتر ابراهیم بفرمایید برادر بزرگوار. من میخواستم اول از برنامه بسیار آموزنده شما بسیار یک جهان ممنون و سپاسگزاری میکنم. تشکر از شما. و در ضمن چیز است، بسیار خوش شدم کمی چهره‌های کثیف اخوندهای رافیزی را شما افشا میکنین و کلیپ بیشتر که شما گذاشتین خیلی واقعا بسیار برای من حیرت انگیز بود. چجور اینها در مکه معظمه یا در مدینه منوره این کثافت‌ها چطور فعالیت میکنه و چطور به اصطلاح این مردم تاجیکستان بیچاره یا مسلمانای دیگه که به اصطلاح میرن اونجا به فریضه حج و به اصطلاح اینا را چیز میکنه، ریب میته و به اصطلاح امو هدفهای شوم و شیطانی خود پیش میبرن. جناب دکتر پرار سال تقریبا 50 نفر از افغانهایی که از طریق یکی از کاروانهای افغانهای مقیم جرمنی یا آلمان به مدینه منوره آمده بودن، اینا رو برده بودن، 50 نفر اینا رو زن و مرد رو برده بودن در بعثه حجشون. در اونجا اینها رو براشون کتاب داده بودن، CD داده بودن و اینا رو دعوت به تشیع کرده بودن. میدونم عزیزم، به خاطر که اینا این مردمایی که به اصطلاح میرن اینا چون سطح دانش به اصطلاح اسلامی و سیاسیشان کم پایین است، به خاطر از اینا رو فریب میته و فریب میته و به خاطر از اینا را زود فریب میته و زود فریب میخورن، به خاطر چون سطح اسلامی و سیاسی از اینا پایین است، به خاطر از اینا چیز زود اینا را فریب میتن. اما کسایی که علم دارن از اسلام و به اصطلاح از سیاست دنیا فریب از اینا را نمیخوره و اینا وظیفه ما و شماست، مردمایی که به اصطلاح شما دانشمندای بزرگ و به اصطلاح مردمایی که در این علم کار میکنن، باید واقعا این وظیفه ماست که باز از اینا پخش کنیم مکررن و بگوییم که به اصطلاح چهره کثیف از اینا را بشناسن، به خاطر که اینا مردم با پول خریدن اکثرا در افغانستان و به اصطلاح در تاجیکستان و به اصطلاح و بعض جاهایی که به اصطلاح در سوریه و به اصطلاح عراق و جاهای دیگه اینا از پول خود استفاده میکنه یا از صافتگری دیگه از زنهای خود استفاده میکنن. ما دمی جاهای دیگه همچنان اینا را بسیار زیاد خوب شناختم و راجع به اینا خوب مطالعه دارم، اما خوب شد که شما بهتر معلومات میتونن از راه طریقه و زیاتر کلیپ ها را اگه بگذارن خیلی ممنون میشم و خیلی مردم به اصطلاح روز به روز به اصطلاح آگاهی پیدا میکنه و روز به روز چهره کثیف از اینا رو میشناسه. ان شاء الله. تشکر جناب دکتر صاحب، تشکر از شما. تشکر لطفتان از یک جهان ممنون که از اینکه وقت دادن برام. زنده باشین. خدا حافظتان. خدا نگهدار شما. خوش باشین. سلامت باشید. خدا نگهدار شما. برادر تاجیک از طریق اسکایپ. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. برادر اسم شما؟ من میخواستم شما باید کنم. بفرمایید یکم بلندتر صحبت کنید برادر عزیز، صدای شما پایین است. عبدالله جان برادر عزیز بفرمایید. من از شما عذر میخوام عبدالله جان برادر بزرگوار، صدای شما قطع و وصل میشه، اگر اینترنتتون رو چک بکنید دوباره تماس بگیرید. میریم سراغ بلال برادر عزیز. بله سلام علیکم. سلام علیکم استاد عزیز بزرگوار. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز حال شما خوب است؟ سلامت باشید. اسم من بلال است از کشور قزاقستان. بلال برادر عزیز بفرمایید. میخواستم که یک تشکر گویم استاد عزیز. تشکر میکنم از این برنامه خوب شما استاد عزیز. سلامت باشید. الله متعال شما و همه عزیزان تاجیکی که در قزاقستان هستن حفظ بکنه. ان شاء الله از کنه ما شما دوست بدارم استاد عزیز. الله متعال دوست بداره شما. ما 1,500 تاجیک از کشور قزاقستان مقیم هستیم، زندگی میکنیم. شما دوست می‌داریم. سلامت باشید. الله متعال سعادت استاد عزیز بسیار حق است. بسیار حق است کشور ما قطع شد استاد عزیز. در فرکانس های جدید شما دارید؟ بله امروز بود ولی نیم ساعت باز شد قطع شد. این روزا یک کمی مشکلات فنی هست. انشالله به زودی در ماهواره گلکسی و یوتلسات هم انشالله شروع خواهیم کرد.
انشالله مرتب میشه انشالله پخش برنامه. انشالله استاد عزیز از حق ما دعا کن، از حق خانوادگی ما همیشه برنامه شما تماشا کنیم استاد عزیز. الله مطالب ستون کنه. الله تعالی برای شما عمر دراز صحت. آمین. همچنین برای شما. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. ان شاء الله همیشه شما دوست می‌دارم استاد عزیز. زنده باشید. الله مطالب ستون کنه. تشکر از شما. خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما. بله سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا محمد انصاف بفرمایید. صدا شما داره پخش میشه. بفرمایید. الو. بله لطف کنید از طریق گوشی صدای ما رو بشنوید و تلویزیونتون رو صداشو ببندید. خب تماس بعدی. بله سلام علیکم. بفرمایید. الو. بله سلام علیکم. رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری صحبت کردم میشه؟ بله شما دارید با انصاری صحبت میکنید برادر عزیز. خودتون رو معرفی کنید. از کجا زنگ میزنید؟ من مسعود هستم از مسعود. برادر عزیز بفرمایید. آقا مسعود بفرمایید. صدا شما داره پخش میشه. الو. بفرمایید. آقای انصاری بفرمایید صحبت کنید. صداتون داره پخش میشه. میخواستم با انصاری صحبت کنم. شما دارید با من صحبت میکنید. بفرمایید. ما از خودجان هستیم. بفرمایید. و بسیار خوشحال هستیم که این برنامه رو تشکیل کردید. شما رو تماشا داریم با برادران خود. ولی که شما گفتید در تاجیکستان وضعیت وضعین است. بله. خب تماس ایشون مثل این که اشکال داره. خب بعدی رو از طریق تلفن میگیریم. سلام علیکم. بفرمایید. بله سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا منصوری بفرمایید. من عبدالله هستم از تاجیکستان. آقا عبدالله از تاجیکستان بفرمایید برادر عزیز. آقا منصوری حضور احمد آقای تشکر برادرم خودم. سلامت باشید. تشکر. آقا منصوری ما با شما بگیم که ما مردم تاجیکستان خیلی با برنامه شما باشیم. این رافیزگی ایران الحمدلله و وقتی پیش خیلی فرزبانم حرمت میکردیم، ولی اون برادر افغانی که صحبت کرد نه برادر ما گفتنیم که مردم تاجیکستان همه آگاهن، همه رافیزه ایران هم میشناسن. الحمدلله. انشالله یگان کس فریب بودن نمیتونن. ما همه ایران شناختیم. الحمدلله. در تاجیکستان هم ظلم سیستمی به درجه اعلا رسیدگی. الله متعال شر اینا رو دور بکنه از سر ملت تاجیکستان. انشالله آقای انصاری. ولی ما بیداریم آقای انصاری. الحمدلله. برادر عزیز در منطقه شما کیفیت صدا و تصویر شبکه چطور است؟ خوب است؟ خوب است الحمدلله. خوب است الحمدلله. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از تماس شما. حضور احمد پیامی دارم آقای انصاری با مردم تاجیک. بفرمایید. برادران تاجیک از خوب بیدار شوین برادران. با خدا قسم وضعیت بزیبه یا تو مرا نیست نکنن و این کارش مستقل نمیشن. درست. تشکر از خوب بیدار شوین برادران کارکنان امنیت کارکنان و شما همه شما مسلمانین. نکنین این کارو. ما میدونم در بینشون خیلی آدمای خوب هم هستن. بله. برادران نکنین این کارو. با خدا آخرتتون خوب داره. تاجیکستان 80% مردم بیچاره از بانک‌ها قرض دارن. الله المستعان. کار نیست، تجارت نیست، صاحبکاری نیست، هیچ نیست. شما برو این خیلی ظلم میکنن و خیلی مردمان واسه آپشن لابریت شدگی. درست.
تشکر از شما آقا عبدالله. تشکر برادر. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا مسعود فکر کنم. آقا عبدالله شما تماسشتون قطع شد، بفرمایید. آقا عبدالله بفرمایید، تماس شما دوباره برقرار شد. من بدون نوبت شما رو روی خط آوردم، از وقت استفاده کنید. بفرمایید. خب آقا عبدالله هنوزم تماس شما مشکل داره، من معذرت میخوام، مجبورم که تماس شما رو قطع بکنم. اکجان عزیز بفرمایید. اسمتون در اسکایپ هست اکجان، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. از اوکراین زنگ میزنم برای شما. از اوکراین، بفرمایید برادر عزیز. میخواهم درباره اون پلیسای و کارمندانی که بارد کمی ویدیو چیزای خود را پرتاب، اون مسجدی که در ناحیه یاوان ویران کردن اون رو ما در یوتیوب دیدیم، بسیار در خجالت شدیم. الو. بله صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. یک ماه باز میخوام با شما هم صحبت شوم، یک ماه زیاد شد میخوام هم صحبت شوم. نمیدونم باور کن لال مادم چی گویم. بفرمایید، راحت باشید برادر عزیز، این برنامه خود شماست. هر زیاد شدم که وقتی که با شما هم صحبت شدم باور کن تماما فراموش کردم، نمیدونم راستی گفت چی گویم. درباره تاجیکستان چی علم میکنیم، چیزی که گویم کم است، باور کن نمیدونم چی گویم. بله بگذار دیگه کسی سخن کنند، من تیار شدم. بس فردا پس فردا برای شما یک زنگ میزنم تا یک شنبه دیگه انشالله. انشالله باذن الله، انشالله. الله متعال شما رو حفظ بکنه و سعادت دنیا و آخرت نصیبتون بکنه انشالله. باوری نداشتم که پیوست میشم. فکر زنده باشین. باور کنید. خب خدا حافظ. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما. خدا نگهدارت. بله احمد جان از طریق تلفن، بله طریق تلفن میگیریم. بله سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. میخواستم با استاد انصاری صحبت بکنم. شما دارید با انصاری صحبت میکنید، بفرمایید خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ عبدالله هستم از تاجیکستان. ماشاءالله آقا عبدالله بفرمایید. استاد عزیز، پشت پازم تختی که کاووس را سر بده، از دست مده ناموس را، انشالله این طاغوت ما انشالله نصف میکنیم حضرت. انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. الو. بفرمایید. سلام علیکم. اگه امکان داشته باشه میخواستم تو برنامه‌تون شرکت بکنم. آقای؟ من کیا هستم. آقای کیا، از کجا تماس میگیرید؟ من از انگلستان. آقای کیا بفرمایید. بله ببخشید من الان در تلویزیون صدام پخش میشه یا با بله صداتون داره در تلویزیون پخش میشه. بله خیلی متشکرم. ببخشید من میخواستم یه سوالی رو داشتم از خدمتتون، میخواستم اگه لطف بفرمایید یه توضیحی بدید و بعد از اون اگه اجازه داشته باشن نظرمو در مورد تاجیکستان بگم. میخواستم بدونم در مورد مذهب شیعه و افراد شیعه علما و بزرگان اهل سنت چه نظر و عقیده‌ای دارن؟ خب میشه لحظه فقط جوابش رو بدید که من سوال دومم بپرسم چون به این مربوط میشه. علمای اهل سنت بدون استثناء، همه علمای اهل سنت مذاهب چهارگانه اهل سنت مانند شوافع، حنابله، مالکیه و احناف، شیعیانی که قائل به تحریف قرآن باشند، به اصحاب پیامبر توهین و لعن و نفرین بکنن و ام المؤمنین عایشه صدیقه رو متهم بکنن، اینها رو زندیق میدونن. اونایی که نکنن چطور؟ اونایی که نکنن برادران ما هستن، مسلمانه. خب برادر، خب من اگه اجازه بدید اینو میخواستم سوال بکنم. آیا به نظر شما و علمای اهل سنت در مذهب شیعه همون میشه گفت یکتاپرستیه یا هیچ نمیشه به هیچ کفر و هیچ
شرکی توش وجود نداره که برای خدا صفاتی قائل شدن. وقتی که صفت احتیاج و اشتباه رو بر فرض برای خدا قائل شدن نیست که بگیم خدا احتیاج به چیزی داشته که بر فرض اسلام نجات پیدا بکنه، به انسان احتیاج داشته کسی در امامان بخوان همچین کاری بکنن. و یا اینکه ببخشید اینکه به کسی افرادی فقط به صرف اینکه فرزند کسی هستن یک دانایی و توانایی یک قدرت خاصی رو اعطا بکنه که حتی در اون دنیا هم بخوان جزء معصومین باشن، در عدل خدا فکر نکنم جاری باشه که چون پس پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم هم فرزندانی داشتن، خودشون هم در مورد همچین تفاوتی نداشتن با بقیه انسان ها. این که بخوایم به خدا این صفت رو بدیم که بر مورد بندگانش تفاوت قائل شده، آیا این شرک نیست؟ چرا شرکه؟ خب بنابراین اگه این شرک هست چطور میتونیم این افراد اهل شیعه رو بتونیم برادران خودمون بدونیم؟ ما ببینید ما شیعیانی داریم که کلا از شرک و خزعبلاتی که آخوندها و رافضی‌ها بهش اعتقاد دارن مبرا هستن. اصلا ما در صدر اسلام در زمان سیدنا عمر، در زمان سیدنا عثمان و سیدنا علی رضی الله تعالی عنهما ما شیعه علی داشتیم، شیعه عثمان داشتیم. در اون زمان شیعه به عنوان یک جریان سیاسی بود، به عنوان اینکه اینها شیعیان معاویه هستند. شیعه یعنی پیرو، یعنی در گروه معاویه هستند، در گروه عثمان هستند، در گروه علی هستند، همدیگه رو تکفیر نمی‌کردند، به همدیگه توهین نمی‌کردند، لعن و نفرین و اعتقاد به تحریف قرآن و شرک و این چیزا نداشتند. بعد از اون خب جریانات دیگری رخ داد که مثلا عبدالله ابن سبع یهودی وقتی که اومد و اون اعتقادات امامت و اسمت و فلان مسائل رو مطرح کردن و این یک جریان خاصی رو در بین مسلمان ها به نام رافضه‌گری که ما بهش میگیم رافضه‌گری. بله. میخوام اگه اجازه بدید، مگر پیامبر ما خاتم انبیا نبودن؟ دلیل اینکه ایشون خاتم انبیا بودن بله. کیای عزیز اگر لطف بکنید تمام کرده، بنابراین کیای عزیز برادر بزرگوار اگر لطف بکنید بریم رو موضوع تاجیکستان، چون که این بحثا رو شما میتونید در برنامه آن روی سکه من در خدمتتون هستم 3 ساعت در مورد تاجیکستان. من خودم البته ایرانی هستم، شیعه بودم، این حرفو زدم، فکر مسئله چیز نیست، فکر نکنید که مخالفتی با شیعه داشتیم، من نظر برداشت خودم بوده که در مورد تاجیکستان فقط می‌خواستم این مسئله رو مطرح کنم چون من دقیقاً نمیدونم که چطوره. فقط می‌خواستم بگم هر کاری میکنن این تجربه ایران داشته باشن که وقت افرادی نخوان به اسم دین سوء استفاده بکنن که بخوان مثل وضعیتی مثل ایران واسه اونجا به وجود بیارن. خیلی در کشورهای عربی ما داریم که دارن خیلی بهتر از اون مراحل اسلام درش اجرا میشه و حکومتشون اسلامی نیست. ایرانی که به اسم اسلام دارن مردمی که سوء استفاده میکنن و مردم مورد ظلم قرار میدن. امیدوارم این متوجه این تجربه باشن و تو انتخاباتشون. تشکر از شما کیا برادر عزیز از انگلستان. من انشاءالله روزهای سه‌شنبه در تلویزیون آن روی سکه در خدمت شما هستم، هر موضوعی که دوست دارید انشاءالله مطرح کنید. بله خیلی متشکرم. زنده باشید. خدا نگهدارتون. خواهش میکنم بزرگوارید. خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون. هر کسی که به اسم دین بخواد ملت رو فریب بده، بخواد ملت ها رو در بند و اسارت بکشانه، اصلا دین برای چی اومد؟ اسلام برای چی اومد؟ اسلام برای این اومد بگه که ایاک نعبد و ایاک نستعین. این دعایه باید جز منشور سازمان ملل قرار بگیره برای آزادی بشر، برای حقوق بشر. اسلام اومد بگه که تو فقط بنده الله سبحانه و تعالی هستی، نه بنده خمینی، نه بنده خامنه‌ای، نه بنده رحمانوف، نه بنده کرزی، نه بنده فلان و علان. تو فقط بنده خدا هستی. ایاک نعبد، تنها تو را میپرستیم، و ایاک نستعین، تنها از تو یاری و مدد میجوییم. اسلام آمد این غل و زنجیر بندگی بنده را از گردن انسانها به دور انداخت. متاسفانه امروز به نام دین دوباره میخوان همین غل و زنجیر رو به گردن انسانها بیاندازن. اینکه واسطه قرار میدن فلان و علان رو در بین خودشون، در بین خدا، این همون غل و زنجیری است که اسلام برای مبارزه با اینها اومد. به خاطر دور کردن این غل و زنجیر خونها ریخته شد،
صحابه جان دادن، رسول الله صلی الله علیه و سلم زخمی شدن تا که شما بندگی بنده رو کنار بگذارید، بنده الله باشید. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمودند قولوا لا اله الا الله تفلحوا. چرا؟ وقتی که لا اله الا الله بگید و عمل بکنید به مفهوم لا اله الا الله، شما رستگار میشید، هم در دنیا هم در آخرت. اگر کسی میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، میخواد از هر دین و مذهبی باشه، به نام دین بخواد کسی رو به اسارت و بردگی بکشانه، در اصل این میخواد دین اسلام رو نابود بکنه، میخواد دین الله سبحانه و تعالی. اصلا دشمن اول دین همین انسان ها هستن، همین آخوندایی که امروز مردم را از دین متنفر کردن. کیای عزیز شما در انگلستان شاید شاهد باشید که چقدر جوان ایرانی از اسلام متنفر شدن. به خاطر چی؟ به خاطر که فکر میکنن این آخوند، این آیت الله، این مرجع، این نماد دین است، این الگوست، این است اسلام. همینا بودن که مردم از دین و از اسلام متنفر کردن. ابوبکر برادر عزیز از طریق اسکایپ، سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری چخیرین شما؟ الحمدلله، شما خوبید؟ احمد، من ابوبکر هستم از شهر مسقط. بفرمایید ابوبکر جان، صدا شما داره پخش میشه، بفرمایید. آقای انصاری، من چند سوال داشتم از شما. در تاجیکستان سال 2010 افرادی پیدا شده بودن که در بین مردم میگفتن که ریش داشتن، میگفتن که یا با کسی وقتی که یه چند آدم میشتن میگفتن که نام تو مسلمان نیست، نام تو خلیت، باید بویا را کشتن در کره. من چند تشخیص کردم خیلی چی شده بودم. همه آدم ها از کجا پیدا شده؟ والا این آدم ها رو من ندیدم، اگر که میدیدم به شما میگفتم که از کجا پیدا شدن. میگم پیدا شده همه ها رافضی هست یا نه؟ ببینید روافض کسانی هستن که مردم رو دعوت به یعنی در صحبت‌های اینها گرچه به ظاهر خودشون رو حنفی و سنی هم معرفی بکنن، در لابلای صحبت‌های اینها توهین به صحابه و توهین به امثران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دیده میشه. اینها رافضی هستن. بله. و همچنین قضیه توسل و شرک و نمیدونم یا فلان یا علان، اینا رو که میگن اینا از علامات رافضه‌گری است. فهمو. تشکر از شما. از برنامه شما خیلی فهمیدیم که ما اصلا که چند جورایی که داشتیم در دوشنبه ایرانی ها بودن. ما که ایران خیلی یک دولت اسلامی است و حجاب چی میکنه. تلویزیون هم دیدگی دیدیم، ما خیلی فکر نمیکردیم. وقتی که برنامه شما را دیدیم اون روی سکه، بعد بی‌حال فهمیدیم که چه خیلی آدم بودیم. درست. تشکر از شما ابوبکر برادر عزیز. تشکر آقای انصاری. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. نظرجان برادر عزیز، آقای نظرجان از طریق اسکایپ، برای سلام علیکم. نظرجان برادر عزیز بفرمایید، شما رو خط هستید. علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. محمد انصاری برادر، خداوند شما را و تمام برای بسیار حق خداوند نگهبان باشه. شما را همچنان سلامت باشید. خداوند عجز زیاد نصیب شما بگردانه. آمین آمین. برادر صدای من خوب باشد، اگر یک دو شعر برای همین طاغوت عصری 21 ایجاد کردگیم امروز قرائت میکردیم. بفرمایید. خب یک شعر برای طاغوت که امروز سردار ملت تاجیک منصب کردگی است که شکر آن پروردگار را به جان نمی آورد. یک شعر ایجاد کردگیم
جمع ما را تو پریشان کرده ای، خلق را از ملک گریزان کرده ای. خانه آبادی تو ویران باد، ای که ما را خانه ویران کرده ای. سرور است آیتی به خیردی، پس چرا تو کسب سلطان کرده ای. شاعران را تو به زندان کرده ای، فاضلان هر سو به هجران کرده ای. رحم شفقت نیست در کردار تو، مادران را بست و نالان کرده ای. جاهلی و قاتلی در مذهبت، عاقلان از بیخ یکسان کرده ای. ملت تاجیک را ای اهریمن، طعمه ضحاک ماران کرده ای. در تبارت نیست که فضل آدمی، گاو را مسنب سواران کرده ای. تو به دشت دنقره بزبان بودی، خالی یا میل خیابان کرده ای. این خیابان مسکن و جایت نیست، تو همه سیر بیابان کرده ای. خیردی تو خیردی سلطان نیست، لیک بر سر تاج سلطان کرده ای. کاری هر بوز نیست خیرمن کوفتن، اشتباه در روزگاران کرده ای. از زمین تا آسمان دانند که تو، ترک از درگاه یزدان کرده ای. سروران بودند و آیند و روند، کس نکرد انسان که ویران کرده ای. می رسد آن روز تو نیز سرسان شوی، چون که ملت را پریشان کرده ای. گر تو کین داری ز نسل می، پس چرا تقلید شیطان کرده ای. از قدومت ملک ما ویرانه گشت، تاجیکستان را تو ظلمان کرده ای. پای تخت تاجیکان را این زمان، مسکنی چینی و ترکان کرده ای. داد از جوری تو و اجداد تو، ملت ما را هراسان کرده ای. وای از دست تو و اولاد تو، روزگاران را شبستان کرده ای. واژگون با تخت تو و بخت تو، ای که قتل صد هزاران کرده ای. سرنگون باد نام تو و آل تو، ای که ملک را ماتمیستان کرده ای. آمین. خاک بابا دنقره در انتظار، رو به کار بدل آن کرده ای. بخواهی لذت این زندگی، قلب را باید ز ایمان کرده ای. نفرتی حق بر تو و بر آل تو، ای که قصد تاجیکستان کرده ای. برادر انصاری اگر کمتر وقت دیگر اجازت فرمایید، یک دو شعر دیگه که روی کاغذ آوردگیم ما نظر جان برادر عزیز دوستان زیادی پشت خط هستند، انشالله بذارید در هر هفته انشالله یکی از شعرها رو شما در برنامه بخوانید. نظرتون چی است؟ خب تشکر زیاد. تشکر برادر عزیز. برادر انصاری بفرمایید. یک پیشنهاد به ملت تاجیک دارم که بفرمایید. ای ملت مسلمان، ای ملت باننگ، ای ملت باناموس، ترس و وهم از دل بیرون کنید. خیزید بر ضد ظالم طاغوت عصر 21 مبارزه برین، تا اینکه دین ما آزاد باشد، مسجد ما آباد باشد. برادر انصاری دو مصرع شعر، یک بفرمایید. خواب غفلت رفته ای ملتم بیدار شو، چون سفر داریم ز پیش به توشه ایم تیار شو. ترس ظالم را بکردی در دل خود جا، ولی از سؤالهای ملک ها بخبر هوشیار شو. از قفای اهریمن هر جا که رفت گشتیم روان، او چی فرمان بیداد در خدمتش دایم دوان. ببرد از دل و از نوک زبان، ترس از قهار کن در ذکر آن جبار شو. گشته مظلوم ز دستی ظالمان در خواب ناز، خیستی از خواب غفلت دیگر بیدار ساز. دست یک دیگر بگیر و سوی دشمنت بتاز، ریشش از بیخ کن در نابودی مکار شو. تشکر زیاد برادر انصاری، خداوند نگهبان شما. زنده باشید. تشکر از شما، الله متعال حفظتون کنه. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. از طریق تلفن بفرمایید. بفرمایید برادر عزیز، خودتون رو معرفی کنید. بفرمایید. خدا سوری یک سوال داشتم در مورد همین یک به مدخلی همچین عالمی وجود داره اهل سنت؟ مدخلی باشه، در این مورد صحبت میکنم. سوال سوری بفرمایید. در بین واقعا نمیدونیم همین انسانه که در عقیده مدخلی هستن، اگر اشتباه نکنم محسوس میکنم در عقیده مدخلی هستن انسان هایی که در عقیده مدخلی هستن. آها. بله من در آن روی سکه در مورد اینا صحبت کردم به دور از این اصطلاحات. انشالله بازم مختصر میگم. تشکر از شما. تشکر از شما. زنده باشید. تشکر. شیخ ربیع بن هادی المدخلی یکی از علمای اهل سنت هستن. ایشون مدتی استاد در دانشگاه اسلامی هم فکر کنم بودن و دروسی و محاضراتی از ایشون بوده و طلابی هم دارن. منتها تعدادی از کسایی که خودشون رو منسوب به ایشون میدونن حالا زیاد هستن. ما حنفی داریم که ادعا میکنه حنفی است. اگر امام ابو حنیفه امروز زنده بشه اولین کسی که گردن میزنه همینایی هستن که به دروغ ادعای حنفیت میکنن. تعدادی هستن که خودشون رو منسوب به ایشون میدونن، از طلاب ایشون میدونن. یکی از علائم اینا این است که هر ظالم و قاتل و جنایتکار و طاغوتی رو ولو اینکه از طرف آمریکا هم نصب شده باشه، مثل پول برمر حاکم نظامی عراق رو ولی امر میدونستن و اینها حاضر هستن که در راه این اعتقادشون، البته همشون نه، تعدادی از اینها در راه این اعتقادشون و در راه این اهدافشون به هر کدام از اهل سنت، از علمای اهل سنت بد و بیرا بگن. یکی از علائم اینا این است که در مجالسشون که بشینید فقط بدگویی دعوتگران و علمای اهل سنت است. یکی دیگر از علائم اینا این است که حسد و کینه و بغض و عداوت نسبت به دعوتگران و نسبت به علمای اهل سنت تمام وجود اینا رو فرا گرفته. وقتی که میبینن که در جایی مثلا تعدادی از مسلمان ها در راه دین دارن کار میکنن، با القاب مختلفی که رو با شاخشون میزنن، یکی رو با دمشون میزنن، یکی رو با لگد میزنن، به یکی تهمت اخوانیت میزنن، به یکی تهمت جماعت تبلیغ میزنن و حاضرن که در راه اهدافشون یعنی از هیچ عمل زشتی بر علیه مسلمان ها فروگذار نمی کنن، حتی اگر همکاری با کفار هم باشه. چون طبق این اعتقادی که این جماعت دارن اینه که البته شیخ ربیع المدخلی و علمای بزرگوار سنت از اینا بری و بیزار هستن. اینها حاضرن که حتی یعنی سرزمین های اسلامی را به کفار بفروشن و یک کافر رو طبق اون اعتقاد باطلی که دارن به عنوان ولی امرشون قبول بکنن و او رو واجب الاطاعه ببینن. همینا، حالا من نمیخوام اسمشون رو ذکر بکنم، اما الحمدلله الله سبحانه و تعالی اینا رو خفه کرد و الا من برنامه داشتم که تک تک اینها رو اسمشون رو در این برنامه تاجیکستان بگم، خاصتا از تاجیکانی که این افکار گمراه و گمراه کننده رو دارن. اینها امام علی رحمانوف رو به عنوان ولی امر شرعی خودشون قبول دارن و هر کس که بر علیه این شخص صحبت بکنه رو باش مبارزه میکنن. این یک گمراهی است، این یک جهالت است. اسلام آمد که ما رو از همین اعتقادات و افکار باطل و پوچ به دور بکنه، اما اینها حاضر هستند که هر کافر و مرتد و ظالم و جنایتکاری رو به عنوان ولی امرشون قبول بکنن و توطئه‌های زیادی کردن بر علیه وصال حق، بر علیه ما. اما ما فقط دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی شر اینا را از سر امت اسلامی به دور بکنه. الحمدلله با تغییراتی که در منطقه به وجود اومد، خداوند اینها رو تقریبا چی بگم مثل موش که فرار بکنه در سوراخ‌هاشون پنهان شدن و همیشه در ترصد هستن که فرصتی پیدا بکنن تا اون زهرشون رو خالی بکنن بر پیکر امت اسلامی.
ما تقریبا 25 دقیقه دیگه وقت داریم. بله احمد جان، 10 دقیقه وقت داریم از طریق اسکایپ. بله سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من محمد انصاری صحبت میکنم. بله دارید با من صحبت میکنید، بفرمایید. من در تاجیکستان بودم، وضعیت تاجیکستان رو ممکن گپ زنم؟ بفرمایید. میشه خودتون رو معرفی کنید؟ من از مسافر از تاجیکستان اومدم. محمد. بله خیلی کوتاه اگر در 2 دقیقه بفرمایید، چون بینندگان دیگری هم دوست داریم که باز داشته باشن. من در تاجیکستان بودم، در تاجیکستان کلانترین بازار را گشتم. کسی که سطر میفروشد اون رو و $50 امریکایی اشتراک دارد. درست. یعنی مغازه هایی که در اونجا حجاب اسلامی فروخته بشه رو جریمه میکنن، درسته؟ ها. درست. تشکر از شما. بله. ایستگاه امر و معروف همین رو اشتراک میکند، جریمه. درست. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. رحمتی کلام. الله متعال استون کنه. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی از طریق اسکایپ بفرمایید. سلام علیکم از طریق اسکایپ. بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز اگر با ما نوبت میاد ما بفرمایید صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. السلام علیکم برادران. علیکم السلام. شنوندگان گرامی، در حقیقت یعنی باور کنید با اکای انصاری، محمد انصاری برادر، ما کمی در وی غلطی اونقدر عزیزم داشتم که در سایت بیشم. خب در تاجیکستان موضوع باور کنید به حد یک مردم ما در یک حالت گرفتار هستند که درست، یعنی چقدر کمبودی ها هست و حکومت ما همین درجه را مردم رو باز دور مسیستم اندوختن که همه ساحه ها یعنی ما بر ترقی یعنی پستی رفته ایستاده ایم و یگانه همین ناراضگی ما از حکومت همین است که یعنی با دین اسلام یعنی اینها چنگ زدن و دویمش این است که یعنی مردم ما به حد مردم مهاجر در کشورهای بیرون از دولت خیلی در عذاب و شکنجه هستند، ولی حکومت یگان قایم میشه و یک کفالت نمیدهد اقلا که یعنی مردم ما در کشور روس یا که دیگر کشورها یعنی آزادانه یعنی کار فعالیت کنند. در اینجا در عذاب میشن و حتی در تلف میکنند جان خود را و آن باید طرز به تاجیکستان روان کرده میشن که مثلا از آدم زنده آدم یعنی مرده شده 3 مرتبه زیاد مبلغ صرف میکنند. این رو نه کنسولگری و نه پاسپورت تاجیکستان یگان چوره در این باره فکر نمیکنه. عموما همه حکومت ما در فکری مردم خود نیستن و تنها در فکری یعنی مبلغ زیاد بر کیسه خود یعنی بین خود محاربه کرده ایستادن که کی بسیارتر مبلغ مردم رو یا که حقی بودجه دولت خراب کند بیشتر به کیسه خود داخل کند. عموما این همین گپ داشتم برادر عزیز با فکر ما خدا حافظ برادر عزیز. خدا نگهدارش. و این باره خیلی خرسند شدیم.
سلامت باشید. بارا یعنی کانال شما دایره پخش شد و تبریک به همه تاجیکستانیان میرسونم و تشکر زیاد که کوشش دارید تا مردم تاجیکستان یعنی حق رو بیان کنند. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. الله متعالفتون کنه. خدا نگهدارتون. آقا محمد از طریق اسکایپ برای سلام علیکم بفرمایید. بفرمایید محمد جان. بفرمایید. جزاكم الله خير اخي. الان یمانتون باشم. بارک الله فیک. حیاکم الله. بفرمایید. ما دعا کنید برادر جان. الله متعالفتون کنه. بفرمایید. ان شاء الله که انا یگان صحبتی ندارم. ان شاء الله بعدا صحبت میکنم هفته آینده ان شاء الله. تشکر محمد جان. تشکر از شما. حیاکم الله. تشکر از شما. سلام علیکم بفرمایید. از طریق اسکایپ سلام علیکم. خب من برای بار دوم تماس شما رو برقرار کردم منتها مثل اینکه مایک شما مشکل داره. برای سلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستین برادر انصاری؟ زنده باشید. بفرمایید برادر گرامی. برادر انصاری برادرو از تاجیکستان به ما زنگ زدن گفتن که همین 20 سال حق برادرو را بگه که همین سرعت اینترنت چه کم کنن مثلا با تلفن ما تماشا کرده بتونیم همین اسکایپ اینترنت ان شاء الله. ان شاء الله. بعد با برادرو خواستن که در همین برنامه‌هایی که سوال و جواب در همونجا همین اسکایپ همون که با طریق اسکایپ زنگ زنیم برادر انا شیخ قدوس دهقان قطعی و مولانا مجیب الرحمن انصاری قطعی همون برادرای تاجیکستان میخوان قطعی با انا اهل علم صحبت کنن در همین مورد. حتما برادر انصاری انا همون یک درخواست داشتیم، درخواست ما رسید حضرت جان شریف. درخواست شما من فراموش کردم بفرمایید دوباره. سلام ما را گفتیم به حضرت شیخ قدوس دهقان و مجیب الرحمن انصاری و کل برنامه. علیکم و علیهم السلام. دقیقاً بعد از برنامه که من به دفترم رفتم جناب مولانا حضور داشتن و سلام شما را رسوندم و اونام خدمت شما سلام میرسوندن. در حق ما دعاگو باشیم حضرت جان. الله متعالفتون کنه. الله تعالی ما موحد بودیم والله قسم وابسته همین کانال ما همین چیز رو نمیدونستیم حضرت جان. همین 4 ماه شد در همین سال حق گوش میکنیم ما چیز رو درک نداشتیم. علمای ما همین حاجی میرزا گفت که در همین سال حق میگن گوش نکنیم. بازی 20 سال حق میگوی 20 سال حق میگوی که میگن گوش نکنیم. میگن چی بکنیم؟ میگن که او حق نمیگن. گفتم چی با 4 ماه پیش میگفتن که حق میگن که حق نمیگن. میگه که در امنیتی ما در کارهای مثل داخلی تاجیکستان دخالت کرد. گفتم ها چی با تاجیکستان دخالت میکنه؟ این همه نه این که شهرها ایست این دینی هم این موضوع میکنن این یک تاجیکستان دیدن باشه جا دیدن نیست این هم برادر یک کلم رو موضوع گرم ندارد جوابانه ما برای همه اون محکم اون کسی که میسا زمان نام شبکه صورت بران یک میسای هم چی هم چیزا میپرسن اگر بشه برادر انصاری برادر که میسا زنگ میزنن همینطور اگر بخواست خچون نام شما بگیرن یکی نگیرن خیلی میسا پرسنشون پس با میشن ایمون میسا برادر انصاری نپرسنشون با خوب ترک اگر بگن بخواست خچون بگیرن تشکر از شما. تشکر از شما برادر است. سلام ما را باز هم برسانید و در علیکم و علیهم السلام. همه وقت ما با شما حضرت جان شریف. زنده باشید. سلام علیکم و رحمت علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
برادر عزیز و دیگر بینندگانی که از طریق اینترنت ما رو میبینن، احمد جان اگر نشون بدید، این صفحه وصال حق است در اینترنت. به مجرد اینکه شما صفحه رو باز کردید با کیفیت خوب پخش میشه. این همین الان برنامه است که داره پخش میشه. این قسمت شما میتونید با کوالیتی پایین تر وقتی روی این کلیک بکنید، احمد جان رو کمی اگر زوم بکنید، روی این که کلیک کردید، بله تشکر، کیفیت تصویر کمی میاد پایین و شما میتونید شبکه رو با کیفیت پایین تر ببینید. در اینجا تشکر میکنم احمد جان عزیز. این صفحه، بله این صفحه سایت هست که شما میتونید با دو کیفیت خوب و کیفیت پایین شبکه رو ببینید. همچنین در دستگاه های موبایل هم که از طریق آیفون و یا گلکسی اگر شما بخواید شبکه رو ببینید، این 3 گزینه دارید در اونجا، با کیفیت خوب، با کیفیت پایین و صدا. فقط صدا رو هم میتونید، کسایی که اینترنتشون خیلی ضعیف است که نمیتونن با تصویر ببینن، میتونن فقط صدا رو داشته باشن. از تاجیکستان تلفن بعد. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر زور نازه تازه نامت اینجا. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ ما از تاجیکستان زنگ میزنیم. ان شاء الله شما دوستان من الحمدلله یک قضیه شده با من، الحمدلله شبکه شما ان شاء الله پخش شد، ما خرسند شدیم. من همین امروز خطاب میکنم که همه ریشه میتراشد و دیگر صدر هستن و زید مسجد ها هستن. مسجد های برای خواهی منصبدار باشد، خواهی کمبغل باشد، سوره آل عمران 178 آیتش سر کرده خواند. خداوند چی میفرماید کنین شاید همون چیز آیت ها که شما خشوتر کرده میفرماید همون نفرماید. بعد دیگه سوره عراف هم میگه خداوند که بعد که دشمنان اسلام کافر گروه فرد در دوزخ این روز شما میتراشد سطر میگتد میگفته است که پروردگار دنیا و می کلانهای ما گمراه کرده بودن. کلانهاش میگفته است پروردگار اینا خودش کرده بودن، اینا خودش عذابته. هر دو شما با چقدر عذاب بهترین بدترین هستند تا که این عذاب دور نمیشد که از کون سوزن شروع نگذارد. سوره آل عمران میگه پیغمبر به خطاب کرده خداوند محمد صلی الله علیه و سلم کفر به شتاب کرده تیز حرکت کرده شما غمگین نکنید، اینا خداوند ذره را نمی‌کند. حتی ما یادم میگه خداوند که اینا مهلت بدم، اینا نازک را نبیند، چون که اینا امروز در راستن میکنه که گناهش بسیار ثواب میگه. ان شاء الله امروز ما خدا امتحان میکنه که کدام ما پاک هستیم کدام ما ناپاک هستیم. شما با دعا کنید ان شاء الله همه الله متعال است این راه هستیم ان شاء الله. ان شاء الله. وان نگهبان تون باشد. برادران رو سلام گید، حق این مظلوم برادر رو دعا کنید. سلامت باشید. ما مظلوم هستیم. خدا نگهبان تون باشد. تشکر شما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تماس بعدی رو میگیریم از طریق اسکایپ. آقای رحمت برادر عزیز بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب من رحمان جون هستم، از ترکیه با شما در علاقه هستم. رحمت جان برادر عزیز. آقای انصاری میخواستم صحبت کنم در موضوع آنه که چگونه حکومت تاجیکستان امروزها ما مردم آزادیخواه جوانانی که امروزها صدا بلند کردند و میخوان که آزاد باشن، میخوان که دینشون آزاد باشن، میخوان که خب حقوقاشون آزاد باشه. و این حکومتی که امروز هست بالای این گونه جوانا امروز فشار میاره، بالای اهل عائلهشون فشار میاره و با تهمت و دروغ ها با مردم تاجیکستان میگه که این جوانا یعنی اکستریمیست و تیر در جمهوری آرامی ها رو خب به سر بیارن. من چی گفتنی هستم در این تهمتی که حکومت اصلا خودش میخواه که جنگ بکنه. خودش میخواه، خودش امروز مردم تاجیکستان با همین چیز با جنگ یعنی تیار داره مردم تاجیکستان. بله.
این حکومت میدونه که شکست میخورد، حکومت میدونه که عاقبت شکست خوری است، عاقبتش نیستی است، نابودی است. میخواد که جنگ بدوزه مردم تاجیکستان. با چی راه؟ امروز میبینیم که مسجدها رو میبندن، مسجدها رو ویران میکنن. امروز میبینیم که سطر حجاب منع کرد، امروز میبینیم که ریشا رو منع کرد و با این وسیله میخواد که با ناموس مردم تاجیک، مردم مسلمان تاجیکستان چنگ بزنه و تا که این مردم خود حکومت بجنگه و اون نفرایی که از تاجیکستان بیرون هستند، مجاهد هستند، حرکت داره که اون نفرم هجوم به تاجیکستان بکنن و در این مورد حکومت تاجیکستان از خود باوری داره که پیروز میشه. وقتی که از بیرون هجوم کردن مجاهدا پیروز میشه و باز حکومت خود رو دوام میده با طریق جنگ. چگونه که امروز در سوریه هست بشار اسد، چگونه که جنگ داره و حکومت خود قبیده است، اومالی هم میخواد که همین گونه حکومت خودش بقبه و بود استوارتر بکنه. و با مردم تاجیکستان گفتنی هستم که مردم تاجیکستان ما نه تروریست هستیم، نه اکستریمیست هستیم، نه خوجه های خارجی داریم. چگونه که اومالی رحمان نه که خوجه های خارجی، نه خوجه های خارجی داریم. ما یک جوان آزادی خواه هستیم که امروز برای آزادی ملت وطن، برای آزادی دین از بعد همه چیز گذشتیم. والله که از بعد همه چیز و بگیم دیگه نه خانه رفته میتونیم، نه از بحر زن و فرزند، از بحر پدر مادر، از بحر زندگی گذشتیم. امروز در این راه برآمدیم تا که با این حکومت مقابله بکنیم، تا که این حکومت شکست بدیم. درست. این مردم تاجیکستان، این پدر مادر رو گوش نکنید به این حرفای حکومت، به این دروغ و تهمتی که در حق ما میکنن. میگن اونو ما نه یارق داریم، نه بگیم автомат داریم، ما چیزی نداریم. بعد سخن حق دیگر ما چیزی نداریم. درست. تشکر از شما آقای انصاری. بخشیش چون که وقت برنامه کلا به پایان رسیده، کارگردانمون داره اشاره میکنه، خیلی مختصر در نیم دقیقه بفرمایید. خب انشالله بخشیش، زیرا که خیلی وقت صحبت نکردیم، سخنان بسیار جمع شدن. بخشیش و مردم تاجیکستان بازم میگم که با این دروغ و سفسطه‌های حکومت داده نشوین، فریفته نشوین و بدونید که ما جوانایی هستیم که ما آزادیخواه هستیم. ما میخوایم با روح آسایشته این حکومت رو برکنار بکنیم و یک راهبر را در اونجا بمونیم که وطن دوست و ملت دوست و اسلام دوست باشه و مسلمان باشه که برای مردم تاجیکستان، برای اسلام خدمت بکنه در تاجیکستان. و نام مردم تاجیکستان امروز نه به جهت گستربیتری، بلکه نه به جهت مهاجری، بلکه به جهت نکنامی یعنی بلند برداره در جهان. گرچه امروز مردم تاجیکستان از همچون مهاجر در جهان معروف شدگی هستند، این شرمندگی است برای ما. ما میخوایم که راهبر در اونجا بمونیم که برای مردم تاجیکستان، برای وطن خدمتگار باشد. درست. نه مردم تاجیکستان برای او خدمت بکنند، بلکه راهبر خدمتگار باشد. تشکر از شما. تشکر رحمت جان برادر عزیز. الله متعال کنه. تشکر از شما. خب عزیزان بیننده، در تاجیکستان برنامه این هفته تاجیکستان دردها و آرزوها به پایان رسید. وظیفه هر مسلمان هست که نسبت به حاکم مسلمان، نسبت به دولت مردان نصیحتی بکنه و ما به سردمداران تاجیکستان، به کسانی که میخوان با زور، با قوت، با پارازیت پخش کردن، با شبکه‌ها رو تعطیل کردن، با زندان کردن، با شکنجه کردن، میخوان صدای ملت‌ها رو خاموش بکنن. به اینها طبق اون وظیفه شرعی که داریم، یکی از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو گوشزد میکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ان الله لیملی للظالم، الله سبحانه و تعالی فرصت میده به ظالم. یک روز، دو روز، یک سال، 2 سال. اگر شرابخوری کرد بهش فرصت میده، اگر به نوامیس ملت تجاوز کرد بهش فرصت میده، اگر حق مظلوم و مستضعف جامعه رو خورد بهش فرصت میده، شاید که برگرده. پس ای سردمداران تاجیکستان، برگردید، به سوی ملتتون برگردید، خواسته های ملت رو در نظر بگیرید، زیرا
رسول الله صلی الله علیه و سلم در ادامه حدیث میگه که حتی اذا اخذه لم یفلته، وقتی که الله سبحانه و تعالی بگیره ظالمین رو، در قبضه بلا کیف خود بگیره، در قبضه قهر و غضب خودش بگیره، دیگه فرار نمیتونید بکنید. دیگه این جنرال هایی که دارید، این افسرانی که دارید، این نیروهای امنیتی که دارید، همه این دم و دستگاه شما نمیتونه شما را از قبضه الله سبحانه و تعالی نجات بده. پس بترسید از اون روزی که الله سبحانه و تعالی شما رو مورد قهر و غضب خودش قرار بده و دیگه نه ایران به دردتون میخوره، نه روحانی و احمدی نژاد و خامنه‌ای به دردتون میخوره، نه سفارت ایران به دردتون میخوره. همین تاجیکایی که تا دیروز، منظورم همه ملت تاجیکستان نیست، اونایی که فریب خورده بودن، چه در حزب نهضت چه در بقیه گروه ها که از ایران طرفداری میکردن، دم از ایران میزدن. در امروز در این مصیبت هایی که تاجیکستان گرفتارش هست، آیا ایران به داد ملت رسید؟ آیا شمایی که امروز آواره و دربدر در کشورهای مختلف میگردید، آیا ایران بهتون کمک کرد؟ دیروز که شما رو در موافقتنامه صلح مجبورتون کرد که به ذلت تن بدید، امروز اگه به دادتون رسید؟ نرسید. اینها دنبال نوکرهایی میگردن که هر موقعی که کارشون اجرا شد، مثل این دستمال کاغذی، هر موقعی که کارشون اجرا شد شما رو به دور میندازن. اگر که آمریکا و اروپا و کشورهای غربی که قذافی و فرزندانش میرفتن در هتل‌های 5 ستاره، در مهمانی‌های رئیس جمهورها و ملکه‌های اروپا خوشگذرانی می‌کردن، موقعی که گرفتار قهر و عذاب ملت لیبی شدن، هیچ کدوم از اینا به دادشون نرسیدن و به داد شما هم ایران نمیرسه، روسیه هم نمیرسه. اولین کسی که شما رو میفروشه همین پوتین و روحانی و خامنه‌ای خواهد بود. پس به سوی ملتتون برگردید که قوت حقیقی شما در بازوی ملت شماست. این جوانهای تاجیکی که امروز در خدمت بیگانه ها دارن کار میکنن، برای آبادانی کشورشون کار بکنن. به داد ملت برسید قبل از اینکه الله سبحانه و تعالی شما رو مورد قهر و غضبش قرار بده و بعد از اون کسی نمیتونه شما رو یاری بده. تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان که تماس گرفتید با برنامه و از عزیزانی که در طول این 1-2 هفته با ما همدردی کردن، از تک تک برادران و خواهران تاجیک، کسایی که از طریق ایمیل، از طریق پیامگیر شبکه پیام فرستادن. ما برگشتیم الحمدلله. اگر این فرکانس رو ببندن و پارازیت پخش بکنن، با فرکانس جدید دوباره خواهیم آمد و صدای مظلومیت شما ملت‌های مظلوم رو به گوش جهانیان خواهیم رساند. در کنار شما خواهیم بود، ولو اینکه به قیمت جانمون تمام بشه. الله سبحانه و تعالی به من، به شما عزیزان، به همه بینندگان ما توفیق پیروی از اسلام واقعی، اسلام قرآنی و اسلام محمدی و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم رو نصیب بکنه. تا فرصت بعد، الله یار و نگهدارتان باد و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نظامی جور استبداد تا کی، فساد و وحشت و بداد تا کی، زی دستی جائرانی به مروت، فی قانون آله فریاد تا کی. نظامی جور استبداد تا کی، فساد و وحشت و بداد تا کی، زی دستی جائرانی به مروت، فی قانون آله فریاد تا کی. زی دستی جائرانی به مروت، فی قانون آله فریاد تا کی. و شهر خانه ما بم ببارد، حصاری کفر و ظلم آباد تا کی. وطن داری ضعیف و ناتوانم، و زیر خنجری جلاد تا